داستان با قدیمی‌ترین و مرموزترین و شوم‌ترین خاندان کیمیاگرا شروع میشه. پرسراد. اونا برای فهمیدن جهان بیشمار آزمایش شیمیایی انجام دادن. این کیمیاگرای دیوونه کلی فاجعه زیست شیمیایی برای همه جا درست کردن. اژدهایی که زهر تخم می‌کرد، هیولای 20 متری که پر از مواد آنابولیک شده بود و حتی پشه‌ای که مغز آدمو می‌مکید. اما به دلیل نامعلوم 300 سال پیش این خاندان رو به افول رفتن. با این حال، بااستعدادترین و نواده این خاندان که ایزوپرسراد نام داشت، به عنوان بزرگترین کیمیاگر غرب هم شناخته میشد، به جا موند. او قسم خورده بود که سلاح زیست شیمیایی میسازه که با خدایان رقابت کنه و شکوه خاندان رو برگردونه. او دستاشو باز میکنه و اعلام میکنه همین حالا آخرین فاجعه که اسم آخرین آزمایشش بوده در آستانه تولده، چیزی که 400 روز براش کار کرده. او درتی رد یا همون رد کثیف رو صدا میکنه و فرایند رو بهش میگه که شروع کنه، اما ناحیه تصفیه رو روی 70% نگه داره. موش بزرگ که اسمش چیزه جواب میده که دیگه بهم نگو درتی رد، یعنی همون رد کثیف. بعد اعلام میکنه که مایه ها روی 99% هستن و دمای بدن 25 درجه است. سیگنال ها پایدارن. ایزو دستور میده 52 گرم گوگرد سیاه اضافه کنن و او اتحاد میکنه. بعد 160 گرم جیوه سفید و باز هم اتحاد میکنه و ادامه میده 366 گرم نمک زرد و او باز هم انجام میده. اما همون لحظه پایداری میفته روی 72%. ایزو فورا دستور میده که مخزن رو باز کن. همه مایعات رو تخلیه کن و فشار رو کم کن تا برای راهنمایی آماده بشه. موش اقدامات امنیتی رو غیرفعال میکنه و اعلام میکنه که مخزن آفرینش آماده است. نماد بنفش روی دستگاه شروع میکنه به درخشیدن و ایزو هیجان زده میشه، چون بالاخره خطرناکترین سلاح شیمیایی دنیا رو ساخته. با شوق به تصویر باشکوه فاجعه‌ای نگاه میکنه که قراره آزادش کنه. با دستای باز اعلام میکنه با چنین هیبت وحشتناکی یک قدم جلوتر میرم و فتح جهان رو شروع میکنم. اما پا میبینه، یه قلب سفید میبینه. خیلی زود میفهمه چیزی که به دنیا اومده هیولا نیست. داداش، هلو انتظار داشتی، هلو گرفتی. ایزو شوکه میشه. لعنتی، این دیگه چه کوفتیه؟ میگه بعد از نزدیک ببینمش، چون یه چیزی درست نیست. موش هشدار میده که خطرناکه، اما ایزو جلو میره و میگه خفه شو موش عوضی. جلوی این دختر حس عجیبی میکنه. شاید یک تکنیک تقلیده که فاجعه خودش رو شبیه زن پنهان کرده. اینطوری اون دوتا توپ بزرگ هم معنی پیدا میکنه. داداش، اون توپ نیست، توپ بسکتباله. حتما کیسه‌های ذخیره انرژی هستن که برای نیرو دادن به فاجعه لازمند. ذخیره شیر حتما. دست دراز میکنه که لمسشون میکنه و میگه باید تستش کنم. حاجی، بالاخره یه دونه شخصیت اصلی پیدا کردیم که شجاعت اینو داشته. دهن سرویس انقدر دیوسه که دختر هنوز به هوش نیومده، این داره دست به کار میشه. دمت گرم، برو حاجی، ما پشت سرتی. با توجه به نرمی باف مطمئن میشه که اون چیز یک آدم معمولیه. ایزو میپرسه پس بازوی فرشته نابودی که پیوند زده بودم کجا؟ چشم یشمی ملکه غم که کاشته بودم چی شد؟ علاوه بر اونا یک قلب شکست ناپذیر که نوع یک بود هم گذاشته بوده، اما صدای جریان خونم نمیشنوه. ناگهان آن موجود چشماشو باز میکنه و موش میگه مراقب باش. ایزو نزدیک یک چیزی رو بفهمه، اما دیر شده، چون حمله میکنه و او رو به زمین میکوبه. حاجی، خوش به حالت که به آرزوت رسیدی. موشه میگه عجیبه، چون که فقط آه میکشه و میگه چه حیف، ولی انگار او بعد میراث پرسرال رو ادامه بده. حتی شروع میکنه توی ذهنش فکر کردن که روی سنگ قبرش چی بنویسه. کیمیاگر نابغه‌ای که نه به دست قهرمان‌های شهر بلکه به دست آزمایش‌های خودش کشته شد. ایزو فورا دستور میده کمکش کنه و تهدید میکنه که اگر کمکش نکنه یک مش کرم توی پنیر چیز میرسه. موش عصبانی میشه و میگه خیلی بیرحمی. اما اون مایع قرمزی که ریخته بود در واقع فقط باقی مونده یک حلزون شعله‌ور بود. پس ایزو اعلام میکنه من بزرگترین کیمیاگر، با ساخته‌های خودم کشته نمیشم. او به چیز میگه یادته که بهت گفته بودم مایع استخراج روح رو اضافه کنی تا این موجود جرئت نکنه به من آسیب برسونه؟ چیز فکر میکنه و میگه اصلا یادش نیست چنین کاری کرده باشه. بعد یادش میفته که روزی که ایزو اون مایع رو به اصطلاح مخصوص رو آورده بود، گفت نخورش، بریزش توی تولید. چیز در ظرف رو باز کرد، بو کشید، خوشمزه بود و تصمیم گرفت بریزه توی نوشیدنی خودش. حالا در زمان حال مطمئن بود که همه چیز رو به نابودیه. ایزو برمیگرده سمت آخرین فاجعه و اعلام میکنه که او اربابشه و در واقع همون مسترشه و دستور میده که اطاعت کنه. ناگهان دختر بلند میشه. ایزو میپرسه چرا اینقدر نزدیک میای و دختر انگار در جواب او رو میگیره. به 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 به. بعد ایزو زیر موجی از ضربهای مرگبار منفجر میشه. همه چیز به هرج و مرج میکشه. ایزو اون رو هل میده و عقب میکشه و گیج میشه.
فرار میکنه، داد میزنه که به خاطر همون موش کثیف لو رفته و حالا اسپری تصفیه لازم داره. دکمه رو میزنه و دختر دوباره گیر میکنه. دلت میاد آجی؟ او به شیشه میکوبه اما انگار نمیتونه حرف بزنه. همزمان ایزو داره خودش رو با اسپری تصفیه خیس میکنه و همون لحظه یک چهره آشنا یادش میاد. شروع میکنه پرونده‌ها رو زیر و رو کردن و چیز میپرسه چی شده. ایزو به پرونده‌های بدن اصلی اکسپریمنت 2252 که همون این دختره باشه میرسه. مطمئن میشه که همون زنیه که اون زمان بوده. چیز یادش میاد که میگه همون دختری بود که بدون دست و پا پیدا کردیم. اما ایزو یادش هست اون موقع موهاش بنفش بود. پس چرا حالا زرده؟ چیز میگه این کوچکترین مشکلشه. اول بعد بفهمیم این چرا اینقدر تغییر شخصیت پیدا کرده. بعد صحنه میره به 1 سال قبل در شهر طلایی در بانک ملکه. همه آرام روزشون رو میگذرونن اما نزدیک همونجا یک بمب شیمیایی کار گذاشته شده. وقتی تایمر صفر میشه همه جا گاز پخش میشه. همون موقع ایزو و چیز خیلی راحت توی دستشویی داشتن کار خودشونو میکردن. موش میگه مطمئنی سم اجدات الان آزاد شده؟ ایزو از کیفش ماسک در میاره و اسلحه رو برمیداره و میگه وقت شروعه. در بانک همه روی زمین افتادن. وقتی اون دو وارد شدن نگهبان گفت تکون نخورید صاحب بانک در راهه. اما ایزو با تفنگ کوچیک شلیک کرد و اونو تبدیل به یک اسلایم کرد. حتی گفت الان خیلی بامزه تر شدید. همون لحظه چیز جلوی یک مادر بچه ایستاد و چیزی رو پیدا کرد که از همین بیشتر دوست داره. مادر التماس کرد که به بچهش آسیب نرسونه ولی چیز یک کار بدتر کرد. آب نبات بچه رو دزدید و دور شد. آوازخونان گفت این یکی خیلی خوب بود. بعد کل محل رو قفل کردن و شروع کردن بانک‌ها رو ذوب کردن. بمب گذاشتن، همه جا منفجر شد و به گاف صندوق پر از پول رسیدن. ایزو ذوق زده بود که همه چیز عالی پیش رفته. بعد بیرون خوشحال راه میرفت و زمزمه میکرد و ایزو خودش رو کیمیاگر نابغه جرم نامید و گفت اسم بهتری براش نیست. چیزم میخواست بره تا جشن بگیره اما ایزو فوری رد کرد و گفت دفعه قبل هی پول به اون زنهای زشت میدادی پس محاله. همه پولا باید سرمایه گذاری بشه برای روز آخرین فاجعه یا همون دختری که به وجود آوردن. وقتی آزمایش تموم میشه کل شهر زمین بازی اونهاست. چیز قبول میکنه و میگه منطقی تره. به هم نگاه کردن و توافق کردن وقتی اون روز برسه میرن پیش شهردار و با موزیک میرقصن. میخندن که مثل همدیگه دارن فکر میکنن اما ناگهان صدای بلندی میاد. هر دو فوری چند باده میزنن و چیز میگه یکی دنبالمونه. ولی ایزون مطمئن بود صدا از نزدیک نبوده چون اسباب بازیش دود بلند میشد. بعد میبینه مردی به نام هومر از دفتر امنیت شهر دنبال دختریه که کاملا از پا افتاده روی زمینه. ایزو میگه دارن دست کم گرفته میشن. اونا همین الان بانک زدن ولی این مرد چرا دنبال یکی دیگه. هومر میگه درسته یکی از افراد گروه تو انقدر قوی بود که 5 تا کارگاه هم رو کشت. ولی چیزی که میخوام لیست هدف هاست که هارد به تو داده تا حذفشون کنی. میگه اگر همکاری کنی شاید جانش رو ببخشه. بعد میخندن و میگن یادش رفته چون تارهای صوتی اعضای گروهش رو بریدن و نمیتونه حرف بزنه. دختر دست میبره پشتش ولی سریع جلوش گرفته میشه. عمر پوزخند میزنه و میگه دختر شیطونی هستی. میبینه دنبال یک عروسک خرسی بوده این دختره و تعجب میکنه که واقعا اون رو دوست داشته. دختر شلوار اون رو میگیره و صدای کج و موج در میاره ولی هومر میزنه پشت سرش و محکم میکوبتش به زمین. آقا دلت میاد؟ پاش رو روی دختر بیچاره میذاره و میگه این خرس عجیب از جونت هم مهمتره. خرس رو جلوی صورتش پرت میکنه و ضربه نهایی رو به اون موجود میزنه. ایزو زیر لب میگه لعنتی چه حرومزاده‌ای بیرحمی. هومر میگه چون لیست رو نمیدی حداقل بدنش رو میبرم برای جایزه. اما همون لحظه ایزو پیداش میشه. دست میندازه و میگه بالاخره اینجا اون دشمن به اصطلاح جنایتکارها رو پیدا کردم. پیرمرد به او اشاره میکنه و میپرسه تو دیگه کی هستی؟ ایزو خودش رو معرفی میکنه. من بی‌رحم‌ترین و شریرترین جنایتکار این شهرم و همچنین بزرگترین کیمیاگر همه دنیا. چیز گلوش رو صاف میکنه و ایزو سریع اضافه میکنه که یادش رفته دست راستش رو معرفی کنه. دکتر مدرت. این همین انگلیسیه یعنی رت عصبانی. چیز فوری اصلاح میکنه. من زیر دست ایزو نیستم. ما توی همه چیز همسطحیم. تازه عنوان من مدرته. ایزو میگه اسم زیادی نیشه چون 2 بار گفته مد. چیز میگه وقتی یک کلمه رو تکرار میکنی اتفاقا خفن‌تر میشه. عمر وسط حرفشون میپره و میگه اینجا جای بچه بازی نیست که. بهتر برگردی پیش ماماناتون. ایزو پوزخند میزنه و میگه باز هم منو دست کم گرفتی ها. هر دو کیسه پول رو روی زمین میندازه و میگه این نتیجه آخرین کارشونه. عمر با دیدن 2 توده پول فوراً متوجه میشه که همین ها بانک‌های ملکی سفید رو زدن. اون دو شروع میکنن فیلم بازی کردن. میگن اینقدر هم تعریف ازشون نکنین. هومر آه میکشه، تفنگشو در میاره و میگه اولین بار آدمایی میبینه که از متهم خوشحال‌ترن.
میگه معمولا گلوله‌ها خیلی گرونن که برای آماتورایی مثل شما هدر بره، اما امروز استثناء قائل میشم. ایزو تشکر میکنه و میگه مشتاق مهارت تیراندازی بهترین تیرانداز شهر رو ببینه. هومر ماشه رو میکشه اما تفنگ شلیک نمیشه. یه گرمای عجیب حس میکنه و ناگهان تمام دستش شروع میکنه به لرزیدن. ضعف میگیرتش و تلو تلو خوران جلو میفته و میفهمه داخل کیسه‌های پول زهر بوده. ایزو لبخند کج میزنه و میگه دیر فهمیدی. اون گاز بعد از 8 ثانیه هر کس رو میخوابونه، اما تو بیشتر از 1 دقیقه است که داری نفس میکشی. هومر میپرسه هدفشون چیه؟ میخوان این زن رو نجات بدن؟ ایزو مسخره میکنه و میگه من شرورم، مگه من میرم کار قهرمانانه کنم؟ کسی رو نجات بدم؟ عمرن. تفنگشو در میاره و میگه از قهرمان‌های به اصطلاح قهرمان شهر متنفره. هومر تبدیل میشه به یک اسلایم و فوری فرار میکنه. چیز میخنده و میگه بالاخره میتونیم بریم خونه خوش بگذرونیم. اما بعد میبینه که ایزو کنار دختر ایستاده و میپرسه داری چی کار میکنی؟ ایزو ساکت و زل زده. میگه کنجکاو ببین دختر تا کی دووم میاره. او یک دست و یک پا از دست داده، زخماش هم دارن میپوسن. هومر هم به او رحم نکرد. حتی یک دنده سالم هم براش نمونده. ایزو یک سرنگ در میاره و زیر لب میگه چند سم در خونش تشخیص داده شده. ایزو میگه این که هنوز این دختر زنده است خودش یه معجزه است و دقیقاً برای همین کنجکاو بفهمه چه چیز خاصی در این زن وجود داره. چیز میگه به هر حال زیاد دووم نمیاره، پس بدو بریم. و اصلا معلوم نیست تو واقعا به نجات دادن فکر کنی. ایزو جواب میده واقعا غیر ممکنه، من شریع‌ترین آدم شهرم. نجات دادن کسی توهین به من محسوب میشه. شنلشو میکشه و چیز اعتراف میکنه که یک لحظه ترسیده بود. ایزو واقعا بخواد یک دختر رو نجات بده. برمیگرده نگاه میکند دختر خودش رو میکشه و میخزد و عجیبه که هنوز میتونه تکون بخوره. اما ایزو تصمیم میگیره همه اینها رو فراموش کنه. بالاخره اینجا آدمای زیادی هستن که آروم آروم میپوسن. ردی میغرد و باران در همان کوچه میریزد. آن دو دور میشن و میگویند گناهان شهر شسته میشه و همه چیز فراموش خواهد شد. دختر جا میمونه. به خرس عروسکی نابودش زل میزنه. یک بار دیگه میخزه، با شادی کوتاهی بغلش میکنه و بیهوش میشه و میره. یا شاید هم نه، چون که ایزو برگشته. نه. بعد میریم به آشیانه کابوس در اتاق عمل. چیز میگه آیا میدونید ما الان داریم چی کار میکنیم؟ ایزو جواب میده که دارن یک عملیات یا یک عمل انجام میدن که بتونن دختر رو به زندگی برگردونن. اما موش بزرگ گفت چیزی که واقعا داریم انجام میدیم نجات دادن جون یک نفره. او پرسید از کی دوستش این مزخرفات رو شروع کرده، نجات دادن یک آدم، و هدفش رو فراموش کرده. ایزو اصرار کرد که هرگز فراموش نکرده. هدف این بوده که بدترین شرور تاریخ بشه و شکوه و آبروی از دست رفته خاندان باستانی پرسراد رو برگردونه. اما برای اینکه این نقشه کار کنه به یک سلاح زیستی به نام آخرین فاجعه نیاز داره و بدنی که بتونه این فاجعه رو بپذیره. باید پر از احساسات منفی مثل درد، ناامیدی، خشم و اندوه باشه. اما سخت‌ترین شرط این بود که این سلاح باید یک زهره مهربانی هم داشته باشه. آزمایش‌ها مدام شکست می‌خوردن چون کسی رو پیدا نمی‌کردن که اون شرط آخر رو داشته باشه. برای همین به این زن نیاز داشتن. او همه شرط‌ها رو داشت. موش گفت باشه قبول می‌کنم، فهمیدم. اما او خیلی زیادی زخمی شده و ممکنه هر لحظه بمیره. میزو گفت دقیقاً به همین دلیل همین حالا روند آخرین فاجعه رو شروع می‌کنیم. به موش دستور داد پیله ناامیدی رو آماده کنه چون میخوان شروع کنن. همونجا گفت که از اینا استفاده میکنم. بازوهای فرشته شلوور، چشم زمردی ملکه اندوه، قلب بی‌نهایت و توقف ناپذیر از یک مدل دستکاری شده و همه اینا رو برای ساختن پیله ناامیدی به کار میرم. بعد اعلام کرد وقت شروع اولین معجزه است. برگشت به زمان حال. تصویر او به شیشه چسباند و تایید کرد شباهت انکارناپذیره. موش پرسید بعد چیکار کنیم؟ ایزو گفت فردا تست کردن رو شروع میکنیم. موش گفت اگه شکست خورد چی؟ ایزو گفت میکشیمش. شکست خورده ها رو کنار خودش نگه نمیداره. بعد سنی یک جا رو نشون میده پر از ماسک‌ها، یادداشت‌ها و نقشه‌ها و پوستر یک دختر خیلی جذاب. این اتاق ایزو بود. اما آروم خوابیده بود. اما ایزو یاد ضربه آخری که خورده بود افتاد. قلب زد و فکر کرد چرا خوابش نمیبره. با اینکه اونجا خیلی امن بود گفت بد نیست یک سرکی بکشم. ایزو رفت هسته مرکزی و دید که اون هنوز همونجا. حداقل حالا میتونه راحت بشه. اما دید دختر میلرزه. با خودش گفت نکنه آخرین فاجعه از تنها خوابیدن میترسه. رو برگردوند و گفت به من چه؟ او فقط نتیجه آزمایشه، احتمالاً هم معیوبه. ولی دوباره ایستاد. حمله قلبی و غم او رو یادش اومد. آهی کشید و در محفظه رو باز کرد و گفت زود باش، میبرمت یک جای بهتر برای خوابیدن. دختر از خوشحالی روشن شد و خجالت کشید. از اتاق مشاهده سطح 7 برای موجودات پرخطر رد شدند. اونجا یک آزمایش خیلی خطرناک بود به نام اژدهای وحشی که قرید اگر آزاد شم قورتت میدم. یک موجود دیگه هم به نام چشم آبیس بود که هشدار داد که اگر فرار کنه ذهنت رو تا ابد عذاب میدم. ایزو با پوزخند گفت این دوتا از همه دوستانه ترن. برای همین دختر رو دقیقاً بین همینا میذارم. دختر گیج شد، اما او داشت دور میشد و میگفت میرم بخوابم. و هیولاها سرش داد میزدن.
برگشت اتاق خودش، روی تختش نشست و زیر لب گفت حداقل حالا آخرین فاجعه تنها نیست، بالاخره میتونم راحت بخوابم. همزمان اژدهای وحشی از چشم آبیس پرسید چرا یک دختر انسان رو بین این دوتا موجود قدرتمند گذاشتن. چشم آبیس گفت نمیدونم، اما دیدم که ایزو بهش گفت آخرین فاجعه. اژدها ققعه زد. محاله یک انسان کوچولو آخرین فاجعه باشه. چشمم خندید و گفت احتمالاً یکی دیگه از شکست‌های بیشمار ایزوئه. واقعا خنده داره. دختر با ناراحتی به شیشه کوبید. اما اژدها گفت شیشه کریستالی ایزو نشکنیه که حتی در فرم بیزیرو هم خطی نمیافته بهش. چشم آبیس گفت بیخیال شد، من کلی لیزر زدم هیچ اتفاقی نیفتاد. ولی ناگهان دختر یک لحظه مکث کرد. دستش رو شروع کرد به تغییر دادن. قرمز شد و با شعله‌ها میسوخت. هر دو جا خوردن و همین که دستش به شیشه خورد، شیشه شروع کرد به ترک خوردن. اونا مات نگاه کردن که چی داره اتفاق میفته و ناگهان کل محفظه شیشه منفجر شد. دختر گیج ایستاده بود و به دست خودش نگاه میکرد و نمیفهمید که چی شده. فک اژدها افتاده بود زمین. آقا چسبونده بود، پشماش افتاده بود. چشم بزرگم از ترس داشت میلرزید. اژدها فوری زانو زد و عذرخواهی کرد و گفت از ته دل به آبجی بزرگه احترام میذارم. فقط میخوام که کمکم کنی که از اینجا فرار کنم. چشم آبیس هم همین رو گفت. قسم خورد که از این به بعد خدمتگزارت باشم. اگه کمک کنی آزاد بشم. در همین حین ایزو خواب راحتی داشت و چیز هم اونقدر خورده بود و نوشیده بود که بیهوش شده بود. بعد آژیر تاسیسات به صدا در اومد. موش بزرگ مثل آتش نشانی که سری لباس میپوشه پرسید چه خبر شده؟ چرا آلارم سطح 4 روشن شده؟ ایزو توضیح داد که این سیگنال فقط وقتی فعال میشه که حداقل 3 مانع نابود شده باشه. توی آسانسور گفت کسانی که فرار کردن اژدها و چشم آبیسن. اما یک چیز دیگه هم از اتاق 203 فرار کرده و این عجیب بود چون مطمئن بود که اون اتاق خالیه. فوری تبلتش رو در آورد که خودش ببینه و دید آخرین فاجعه داره همه شیشه ها رو خرد میکنه. به جای نگرانی خوشحال شد که او بازوی پیوند زده‌اش رو فعال کرده. بعد چیز پرسید چرا دختری که بعد در اتاق دیگر می بود الان اونجاست. به منطقه آزمایش‌های پرخطر رسیدن. هر دو وارد اتاقی شدن که اژدها و چشم آبیس داشتن ویران می‌کردن. ایزو پرسید کافیه خوش گذروندین مگه نه؟ موجودات یک دفعه جمع جور شدن. ولی اژدها جلو اومد و قرید که بالاخره اون حرومزاده رو پیدا کردم که این همه مدت زندانیم کرده بود. وقت پرداخت تاوانته. ولی چیز تفنگش رو در آورد و به سمت اژدها شلیک کرد. یک دود زرد پخش شد. اژدها پرسید این چیه؟ ایزو با لبخند بدجنسانه گفت نارنجکی که پر از بیش از 200 تخم عنکبوت اژدهاه. و تویی که اژدها باید دقیقاً بفهمی یعنی چی. اژدها لرزید و گفت اون عنکبوت‌های لعنتی زیرگونه‌ای از اژدهاها هستن که میتونن بقیه رو آلوده کنن و از بدن دیگران تغذیه کنن و هر کس آلوده بشه میمیره. ایزو تحسینش کرد و گفت حداقل یکم باهوشی. در همین حواس پرتی چشم آبیس فرصت رو غنیمت شمرد که انرژی جمع کرده رو آماده کنه برای شلیک و هر دو تایشون رو همون لحظه تبخیر کنه. ولی ایزو نقطه ضعفش رو میدونست. هرچه بیشتر انرژی جمع کنه چشمش بیشتر بیرون میزنه و آسیب پذیرتر میشه. یه فلش بنگ در آورد و درست جلوش ترکید. چشم افتاد روی زمین و گفت کور شدم. از درد قرید و فریاد زد که این حرومزاده میخواد تا ابد کورم کنه. ایزو پرسید میخواین همینطوری کثیفکاری کنین یا برمیگردین توی قفساتون؟ ولی اژدها گفت تسلیم نمیشیم الان که آبجی بزرگی کنارمونه. چشمم گفت که اون میتونه شیشه ها رو اینجا آب کنه. پس ایزو هیچ شانسی نداره. ایزو عقب کرد و پرسید این آبجی بزرگه کیه؟ هر دو موجود فوراً تعظیم کردن و دختر بینشون جلو اومد. الان ایزو دقیقاً فهمید که درباره کی حرف میزنن و اگر دختر واقعا از کنترل خارج بشه کار سخت میشه. اژدها با پوزخند گفت خیلی وقت قیافه ترسیده ایزو رو ندیده بودم. بعد نزدیک دختر زمزمه کرد ایزو مرد بیرحمیه. همه رو اینجا زندانی کرده و مثل موش آزمایشگاهی رفتار میکنه بامون. آخرین آزمایش با حضور سنگین جلو می اومد و همه رو میترسوند. موش به ایزو گفت فوراً پروتکل اضطراری رو فعال کنه. ولی ایزو گفت متاسفانه هیچ راهی نیست که علیه آخرین فاجعه 100% امنیت رو تضمین کنه. ناگهان دختر با یک حرکت سریع پرید سمتش. ایزو جا خورد و دختر او رو به زمین انداخت. اژدها خندید و گفت بی‌صبرانه منتظر که التماس کردن ایزو رو ببینه. گفت اگر دیر جواب بدی آبجی بزرگی جونشو میگیره. اما ایزو چیز عجیبی فهمید. دختر به او حمله نمی‌کرد. داشت همون حرکت عجیب رو دوباره انجام میداد. آجی خوش به حالت. رفت کرد و پرسید داری چی کار میکنی؟ خواست هولش بده و پرسید تموم شد یا نه؟ دختر دوباره سعی کرد بره روش. حالا روی چی خدا داند. ایزو آه کشید و گفت فهمیدم چی میخوای. اون نمیخواد اینجا بخوابه. میخواد یه جای دیگه بخوابه. بله آجی تازه فهمیدی؟ باز هولش داد و سرزنش کرد که مثل سگ رفتار نکن. اژدهای وحشی صدا زد به دختر همون حرکت رو دوباره بزن، همون که شیشه رو شکوند. ایزو هم اونجا فهمید که چرا قدرتش ناگهان فعال شد.
برگشتن سمت آسانسور، ولی دختر همه دکمه‌ها رو فشار میداد و شلوغ کاری میکرد. همزمان اژدهای وحشی رو توی یک لباس مهار کننده براق بسته بودن و داد میزد برگرد و بازشون قبل از اینکه همه مسخره‌ام کنن. در محفظه چشم ابیس ایزو یک مش پیاز گذاشته بود. در صحنه بعد یک هایدرا نوزاد 9 سره رو می‌بینیم. موجود چشمش رو باز میکنه و کنارش فاجعه رو می‌بینه. مشخص بود او اصلا حاضر نیست توی لب بخوابه. مشکل این بود که شب کجا بماند. چیز گفت ساده است، بذاریم که توی اتاق خود ایزو بخوابه. ولی ایزو گفت این دیوونگیه، اون یک آزمایشه. موش به او گفت برو بخواب. ایزو رد کرد، ولی موش اصرار کرد که دختر فاجعه فقط کنار او آروم میگیره. ایزو گفت معلومه، من یک ماده خاص اضافه کردم که تضمین میکنه او به من آسیب نرسونه. ولی موش لو داد که او اصلا استراک روح رو اضافه نکرده، در واقع خودشون رو مثل شراب خورده. ایزو میخواست داد بزنه، ولی موش گفت تقصیر خودت بود که وقتی مست بودی دستور میدادی. در حالی که ایزو بحث میکرد اگر او از کنترل خارج شود همه میمیرن، دختر خیلی آروم داشت با آکواریوم بازی میکرد. ایزو دید او شیرجه زده و داره هایدلایدر رو میکشه. هایدرا میخواست فرار کنه، دختر هم پشت صخره دنبالش رفت. ایزو داد زد که اون اصلا اسباب بازی نیست و بیا بیرون. موش با خیال راحت پنیرشو میخورد. ایزو هم هی دستور میداد بیا بیرون. دختر گوش نکرد. ایزو پاشو گرفت و کشید. ولی بدبختی ایزو اینجا بود. دختر یک توانایی داشت به اسم فشارسازی با نیروی گرانش. به به. ایزو کیمیاگر با استعدادی بود، اما قدرت بدنی نداشت که جلوی چنین جادویی دووم بیاره. آقا خوش به حالی که به آرزوت رسیدی. موش هم داشت به بدبختیش نگاه میکرد. ایزو با صورت کبود دستور داد دختر فاجعه دیگه هیچ وقت وارد تانک شیاون نشه. بعد دختر راه افتاد که بره و گفت خودت مراقب دختر فاجعه باش. ایزو میخواست بحث کنه، اما موش بزرگه به او گفت آروم باش. او گفت دختر خیلی ملایم و ظریفه، فقط نذار که بره توی حالت برزرکر یا همون عصبانی، وگرنه عاقبتش غیر قابل تصور میشه. شخصیت اصلی کل ایده دختر ملایم بودن او رو موزیک میدانست، چون که بالاخره او چیزی نبود جز یک آزمایش. همون لحظه دختر عطسه میکنه. او برمیگرده و دید دختر با حالت دردناک ایستاده. همین باعث شد که اون کیمیاگر بدبخت بفهمه که باید این دختر مریض رو به حموم ببره. اوه آخ جون. کمی بعد در حموم با یک اسکنر چک کرد که ویروس داره یا نه، اما حتی بعد از 3 بار اسکن کردن دستگاه هیچ چیزی رو پیدا نکرد. او با ناباوری فکر کرد که مجبور شده یکی از آزمایش‌هاش رو راه بده توی حموم با خودش. به او گفت عجله کن و حموم کن و خودش رفت بیرون. اما دختر فاجعه گیج بود و او فوری فهمید که چرا این گیجه. به در اشاره کرد، یعنی من دارم میرم اون طرف. به خود او اشاره کرد، یعنی تو فقط همین رو انجام بده و اطاعت کن. حرکت رو با اشاره نشون داد و گفت برو داخل و تمومش کن. دختر تشکر کرد و گفت فهمیدم. و همون لحظه اطاعت کرد. او از تعجب پرید. آقا بنازم. با چشمای بسته با خودش فکر کرد اصلا چرا خجالت میکشم؟ منم موافقم، خجالت نکش داداش. اما همین که با اعتماد به نفس چشماشو باز کرد، اون اعتماد به نفس فقط 1 ثانیه دوام آورد. بعد همونجا روی زمین بیهوش شد و خون بالا آورد. آقا بنازم. کمی بعد دوش حموم دستش بود و بینیش رو محکم گرفته بود. از اینکه این دختر این همه دردسر درست کرده حتی مجبور بود کمکش کنه کلافه بود. شامپو رو زد و هشدار داد چشماتو ببند وگرنه کور میشی و مسئولیتش با من نیست. بعد گفت برگرد و آب پاشید روی صورتش که از کف صورتش پاک بشه. حین دیدن حالت صورت او به خودش گفت این موجود زیست کربنی خیلی خوب تونسته گولش بزنه. آب رو بست و گفت خودتو خوش کن و گفت من دارم میرم بیرون و هشدار داد این آخرین باره که من کمکت میکنم. حالا یاد گرفته و دیگه از اون مراقبت نمیکنه. اما همون لحظه قدم گذاشت توی سرنوشت تراژیکش. یک پشتکی کامل زد و صاف افتاد توی آب. حتی سرش هم خورد و از درد ناله میکرد. همونجا پشیمون شد که چرا او رو نبرد اتاق ماشین ها و با آبپاش تفنگی خیسش کنه. دختر گیج بود، اما سعی کرد کمکش کنه که بلند بشه. همین موقع چیز وارد شد و گفت او قلاده شورش رو پیدا کرده که جلوی حمله کردن دختر رو میگیره. ولی بعد چیز صحنه رو دید و بدون حرف برگشت و رفت. گفت انگار شما دوتا خودتون همه چیز رو حل کردین. در رو محکم کوبید، ولی دوباره بازش کرد و گفت اگر قراره کاری بکنی حتما چیزای محافظی رو بپوش. اینو فقط منظورش لژندا میدونن. همون لحظه یک قالب صابون پرت شد سمتش و دیگه رفت. بیرون ایستاد و زیر لب گفت عجیبه با همه نبوغ ایزو در کیمیاگری ولی در این مورد او هیچ تجربه‌ای نداره. به یک عکس روی دیوار نگاه کرد و گفت استاد در آرامش بخواب، من از پسرت مراقبت میکنم. کمی بعد برگشت که در آزمایش کمک کند. یک وسیله رو گرفت و بس کرد و شروع کرد موهای دختر رو خشک کنند.
ولی همین که شکل دستگاه رو دید ناگهان یاد ضربه‌های زیادی افتاد که در زندگی قبلیش دیده بود. او با چشم بسته حرف میزد که موهات هنوز خیسه، اما وقتی چشم باز کرد دید دختر نیست. تعجب کرد کجا فرار کرده. بعد دید پشت پرده میلرزه. نفهمید چرا اینطور واکنش نشون داد. پرده رو کنار زد و گفت بیا بیرون، دیر شده. ولی دختر توی گوشه جمع شده بود و اون نمیفهمید چه اونو اینقدر ترسونده بود. کمی فکر کرد و فهمید شاید مشکل سشواره. با یادآوری اینکه هومر توی اون کوچه چطوری زمینگیریش کرده بود منطقی بود که از چیزهایی با شکل مشابه آسیب روانی داشته باشه. آهی کشید و گفت بدون شک این دختر یک دردسر باور نکردنیه. چون هنوز میلرزید ایستاد و دختر فاجعه رو زداد زد. همین که برگشت سشوار رو نشون داد و دختر دوباره جا خورد. سرش رو پوشوند و جمع شد. بعد دکمه رو زد و یک باد ملایم شروع کرد به وزیدن. کم کم دختر یک چشمش رو باز کرد و دید او سشوار رو گرفته سمت صورت خودش و باد رو میزنه توی صورت خودش. حالت وحشت تبدیل شد به یک خنده ریز. کمی بعد دختر داشت موهای خودش رو خوش میکرد و خوش میگذروند. اما 20 دقیقه گذشت و هنوز داشت کیف میکرد. همونجا ایزو فهمید ای کاش میذاشتم ای از این لعنتی بترسه. 30 دقیقه بعد سشوار رو از دستش خوابید و گفت بس دیگه. موهات از خشکم خشک‌تره. دختر انگار میخواست باش بازی کنه ولی او هشدار داد ناز نکن که جواب نمیده. سشوار رو گذاشت روی کش و قفل کرد و کلید رو چرخوند و گفت برو بخواب. دختر بدبخت هنوز همونجا نشسته بود و بیخبر و گیج، حتی بلد نبود حرف بزنه. ایزو میدونست که مشکل واقعی تازه شروع شده که این عجیب و غریب رو کجا بخوابونه. اولا محال بود بذاره توی تخت خودش بخوابه. این یکی قانون نشکستنی برای هر کیمیاگر واقعی بود. ولی همین که برگشت دید دختر همونجا روی تختش جمع شده و خیلی آروم خوابیده. او دختری کشید پایین و دعواش کرد که قانونا رو شکسته. کمی گذشت. حالا او روی تخت دراز کشیده بود و دختر روی زمین با قهر نشسته بود. دوباره یادآوری کرد که تو یک آزمایش هستی و آزمایش‌ها حق ندارن روی تخت باشن. حتی همینم زیادی سخاوتمندانه است که اجازه داده که روی زمین بخوابه. به شرطی که ساکت باشه و زیاد تکون نخوره. چراغ رو خاموش کرد و بالاخره فکر کرد میتونه راحت بخوابه. ولی بعد فکر کرد با اینکه اون قبلا تهاجمی بوده، اگر نصف شب بره توی حالت برزک چی؟ برگشت نگاه کرد. دختر روی زمین کاملا بی حرکت بود. هیچ واکنشی نشون نمیداد. سرش رو دوباره گذاشت روی بالش و نتیجه گرفت احتمالاً حملش کم است. داشت میخوابید که یک صدا کنارش شنید. به دختر گفت همونجا بمون، من دارم میخوابم. یک ثانیه سکوت. پوزخند زد. اما دختر دوباره صدای زد و گفت خفه شو. برگشت و گفت جدی میخوای تا صبح این کار رو ادامه بدی؟ همون لحظه دید دختر روی زمین میلرزه. صورتش از درد پر بود و او گیج شده. همزمان در اتاق دیگه چیز خوابش برده بود و داشت یک محتوای واقعا عالی نگاه میکرد. ایزو دید روی صفحه چیه و گفت منزجر کننده است. به صورت موش زد که بیدار شه. ولی چیز فقط گونه‌ش رو خاروند و قلط زد. ایزو گفت اگر میخوای خودش رو به خواب بزنه پس خودم باید هندلت کنم. کمی بعد یک غذای حشره آورد و گذاشت زیر بینی چیز. موش فوری پرید بالا و شروع کرد بالا آوردن. فوش داد و گفت مشکلت چیه عوضی؟ ایزو گفت تو مقصری که گذاشتی دختر فاجعه اینقدر به من نزدیک بشه. بعد گفت یک پتو بده، لازم دارم. چیز پوزخند زد و گفت خودت هم میدونی برای دختره. تو هی قور میزنی ولی دل نرمه کوچیک طاقت نداره رنجش رو ببینه. ایزو توضیح داد فردا باید چند تا تست بده و برای همین یک خواب خوب نیاز داره. چیز گفت از همون 6 7 تا پتو که داری استفاده کن. ولی ایزو گفت من برای هر چرخه قمری و روزهای هفته یک پتوی جدا دارم. یک شنبه روز آراوس پس پتوی چرخه بی‌نهایت نیاز دارم. سه شنبه و چهارشنبه برای به دست آوردن دانش و کیمیاگری ان. پس پتوی تقویت هوش نیاز دارم. پنج شنبه روز پالایش یا پاکیزگی. پس پتوی بنفش که رنگ محبوب استاد بوده رو نیاز دارم. جمعه برای تیز کردن غریزه جنایتکاریمه. پس پتو با طرح اسپید رو من نیاز دارم. داشت شنبه رو توضیح میداد که چیز حرفش رو قطع کرد و گفت میدونم اون پتوی بدنام فاجعه است. ایزو شوکه شد که دقیقاً درست گفته. برای همین هیچ پتویی نداره که قرض بده. چیز نشست و گفت پس همون پتوی فاجعه رو بده. در تئوری خودش فاجعه است. ایزو از منطق بی‌نقص موش ماتش برد و دید هیچ جوابی نداره. خواست اعتراض کنه ولی موش برگشت گفت شب بخیر و بحث رو تموم کرد. ایزو در راه فکر کرد اصلاً چرا یک موش پتو لازم داره؟ جلوی چند تا گاو صندوق ایستاد و اون یکی رو که برچسب شنبه داشت رو باز کرد. پتو رو گذاشت روی زمین و به دختر گفت این یک هدیه خیلی با ارزشه. استاد بهت قرض داده. دختر بالاخره خوابش برد. جمع شده زیر تصویر یک موجود شوم. ایزو با حلقه‌های تیره زیر چشم گفت بهتر قلاده ضد شورش رو بندازم گردنش. ولی مغزش از خستگی خالی بود.
هیچ واکنشی نتونست نشون بده و همونجا خوابش برد. کمی بعد دختر دیگه زیر پتو نبود، کنار ایزو ایستاده بود. بعد یک کلاغ 1 ساعت توی نوکش داشت، انداختش صاف توی دهن یک اسکلت. آن موجود شروع کرد به داد زدن که وقتشه بزرگترین کیمیاگر قرن بیدار بشه. هی تکرار کرد تا ایزو بالاخره بیدار شد. ایزو هرس خورد که یادش رفت اون لعنتی رو خاموش کنه، چون این دختر دیوونه همه چیز رو به هم زده. همون لحظه یک چیز عجیب حس کرد. یک وزن عجیب، یک الگوی نفس کشیدن غیرعادی. غریزش گفت احتمالاً چی شده و با خودش گفت نکنه. معلوم بود. نمیدونست کی دختر رفته روی تختش، اما اونجا بود، خیلی آروم خوابیده و انگار که نه انگار. همونجا با خودش گفت او هیچ ویژگی فاجعه‌ای که باید میداشت رو نداره. در همین لحظه چیز در رو باز میکنه و پرسید شب چطور گذشت. نگاه کرد و دختر رو ندید. فوری پرسید دختر کجا رفته؟ ایزو گفت هیچ ایده‌ای ندارم. این برای چیز کافی بود که وحشت کنه. ول کردن همچین موجودی در بیرون خیلی خطرناکه. ایزو هم گفت تهدید بزرگیه. به موش دستور داد فوراً بره تو اتاق مانیتورینگ. چیز رفت، ولی یک دفعه دید یه چیزی زیر پتو داره میلرزه. به ایزو گفت، ولی ایزو پوزخند زد. مگه کور شدی؟ پتو که خودش تکون نمیخوره. ولی ناگهان فاجعه از زیرش بیرون اومد. نفس زنان. ایزو سریع توضیح داد که اون شب خودش اومده رو تخت من نمیدونم چی شده. ولی چیز کنارش نشست و با جدیت سرشو تکون داد. گفت فهمیدم نوجوانی برای یک پسر سخته. خجالت نکش، خوشحالم برات. ایزو حرفشو قطع کرد و یه بمب گند رو سرش کوبوند. وقتی موش روی زمین از درد میلولید، ایزو تکرار کرد گفتم او خودش اومده رو تخت. بس کن این مزخرف نگو. کمی بعد در اتاق تحلیل آزمایش چیز به دختر گفت نپر که بتونم قدرتو اندازه بگیرم. بعد اونا فهمیدن که قد دختر 171 سانتی متره. چیز برگشت و به ایزو گفت اگه خواستی او دختر رو بپوسی باید روی پنجهات وایسی، چون اون 11 سانتی متر از تو بلندتره. ایزو هم اعتراض کرد و داد زد اصلا چنین چیزی نمیخوام. تست بعدی وزن بود 64 کیلو. حاجی من فکر نکنم. ایزو گفت عجیبه، فقط قطعاتی که داخلش گذاشته بودیم حداقل 800 کیلو میشد. بعد موش گفت وقت مهمترین اندازه‌گیری فرا رسیده و با خنده گفت ایزو خوش شانس بود، سایز 36 کامله. حاجی 36 آمریکاییه ها. بعد تست ظرفیت ریه بود. ایزو نشون داد که چجوری عمیق نفس بکشه و با تمام زور داخل دستگاه فوت کنه. عقربه کوچیک روی خط اندازه‌گیری کمی بالا رفت و دختر ذوق‌زده شد. دستگاه رو داد به دختر و گفت نوبت توه. دختر عجیب نفسش رو حبس کرده بود. ایزو گفت مثل من فوت کن. اما دختر بعد فهمید. صورت ایزو رو گرفت و همه هوا رو مستقیم توی دهن او فوت کرد. ایزو بیچاره عقب رفت، خورد به میز و زمین خورد. دقیقاً همون موقع چیز وارد شد و پرسید تست نفس کشی چجور پیش میره. ایزو داشت نفس میزد، اما موش با خونسردی سرشو تکون داد و گفت دارم کم کم عادت میکنم. دختر کیج بود چرا عقربه اصلا تکون نخورد. ایزو رفته بود کنار سینک و با عجله دهنشو میشست. چیز گفت احتمالاً ایزو اولین آدم تاریخی که چنین تجربه‌ای داره. ایزو داد زد خفه شو. موش فقط خندید و گفت اصلا ماسک هم لازم نداره. او 10 بار دختر رو تست کرده و هیچ ویروسی نداشت. بعد تست انعطاف پذیری بود. داخل محدوده طبیعی انسانی بود. بعد تست قدرت پایین تنه. باز هم نرمال. حتی تست قدرت دست. همه نتیجه ها استاندارد بودن. ایزو گفت با این حساب ها این دختر واقعا فقط یک آدم معمولیه. ولی چیز گفت اینها مهم نیست. احتمالاً یک حالت مبارزی داره. اونجا آمار واقعیش معلوم میشه. ایزو هم قبول کرد. وقتش رسیده که اون رو فعال کنیم. چیز گفت چجوری؟ ایزو گفت فقط بعد بذاریمش جلوی بی‌رحم‌ترین و شیطان‌ترین آزمایشی که داریم. ولی چیز اعتراف کرد این خیلی ریسکیه. فرستادن هر کسی جلوی سوژه آزمایشی شماره 0 دیوانگی محضه. باید مرحله به مرحله پیش بریم. حریف اول باید یک چیز ضعیف‌تر مثل خرگوش باشه. ایزو یک موش کوچیک برداشت و گفت این ضعیف‌ترین موجودی نیست که داریم. چیز موش رو پس زد و گفت تو این مرکز اصلاً از جوندگان برای آزمایش استفاده نمی‌کنیم. ایزو خرگوش رو برداشت و گفت واقعا فکر می‌کنی این بیدار کننده غریزه جنگ اون میشود؟ ولی ناگهان دختر خرگوش رو قاپید و برد گوشه‌ای. ایزو اعلام کرد این مدرک انکارناپذیر است. او غریزه قاتل دارد. ایزو ذوق کرد که پس کار سختی نیست، اما معلوم شد دختر فقط داشت خرگوش رو نوازش میکرد. ایزو از ناامیدی افتاد رو زمین. بعد دست کرد توی جیبش، چیزی رو بیرون آورد و به خرگوش تزریق کرد. چیز فوراً پرسید چی زدی بهش؟ ایزو جواب داد جهش دیوانگی شماره 6. چشمای خرگوش عوض شد و توی بغل دختر شروع کرد شدید تکون خوردن. یک سایه عظیم افتاد روی دختر و خرگوش تغییر شکل داد.
ایزو پوزخند زد. برای بیدار کردن قدرت‌هاش حریف باید حداقل اینقدر قوی باشه. اسم این موجود فعلا میشه هیولای خرگوشی. هیولا همینطور دود از بینیش بیرون میزد و داشت مشتش رو آماده میکرد. ایزو مشتاق بود که ببینه این مبارزه چجوری پیش میره. چیز حیرت کرده بود که ایزو واقعا هیچ رحمی نداره. ولی هیولا حمله کرد. موش گفت شرط میبندم دختر جا خالی میده یا ضربه رو در رو میخوره. ایزو گفت بازنده باید 1 هفته پایگاه رو تمیز کنه. خرگوش با تمام قدرت کوبید پایین. هر دو جا خوردن. منطقه خالی بود. حتی خود هیولا هم نفهمید دختر کجاست. بعد هیولا حس کرد که یک چیز داره از بازوهاش بالا میره. نگاه کرد روی شونش. دختر اونجا بود. هیولا افتاد زمین ولی دختر باز هم فقط داشت خیلی ملایم نوازشش میکرد. حتی خود هیولا انگار کمی سرخ شده بود. همونجا چیز فهمید که این دختر هیچ میلی به جنگیدن نداره. بعد صفحه رفت به سمت زون بسیار خطرناک. قرار بود برن سراغ شماره 0. ولی موش هنوز میگفت که خیلی خطرناکه. ایزو گفت اگر بمیره یعنی شکست خورده و یک شکست خورده فقط به او یاد میده که چجوری شانس موفقیت آزمایش بعدی رو بالاتر ببره. پشت در عظیم شماره 0 بود. ایزو و چیز هر دو ماست زدن ولی موش میگفت هنوز دیر نشده. بیخیال شو. چون خیلی روی این دختر سرمایه گذاری کردیم. ایزو گفت باید ببینم او با نیت کشتن به هدفش حمله میکنه وگرنه هیچ وقت تحول واقعیش رو نمیبینیم. اخیراً زیاد شکست خوردم و خستم. ولی دختر آروم سر او رو نوازش کرد و ایزو یک لحظه متحیر ماند. ایزو دستش رو گرفت و یادآوری کرد یک آزمایش نباید به خالقش ترحم نشون بده. او جلوتر اومد و گفت از تمام قدرتش استفاده میکنه چون اگه نکنه به شماره 0 میبازه. وجود او برای تبدیل شدن به قوی ترین سلاح زیستی ساخته شده تا به او کمک کنه دنیا رو فتح کنه. بعد هم گفت بهتره او زیباییش رو قدر بدونه. حیفه که همش نابود بشه برای یک مبارزه. پشت در بزرگ شماره 0 داشت عروسک‌های کوچولویی از او درست می‌کرد. این موجود یک موجود فوق پرریسک بود. هیولای طاعون سیاه به نام لوسیل. کسی اسمش رو صدا زد و برگشت و تبدیل شد به یک مه سیاه. میله‌های قفس رو چنگ زد و با هیجان گفت دقیقاً 1322 روز از آخرین دیدارمون گذشته. ولی ایزو فقط گفت آمده بگه بالاخره فاجعه مطلق رو ساخته. لوسیل دیگه قوی‌ترین موجود اون نیست. لوسیل شوکه شد و گفت محاله. من قوی‌ترین موجود کل این آزمایشگاهم. ایزو به چیز گفت فاجعه نهایی رو بیار. ولی دختر خودش دوید جلو و بغلش کرد و لوسیل جنگ زد به قفس. حسش دیگه سردرگمی نبود، حسادت بود. قرید و داد زد دستای کثیفت رو از اون بلند بردار. دختر فاجعه رفت پشت ایزو قایم شد و ایزو معرفیش کرد. این آخرین فاجعه است. قوی‌ترین ساخته من. اگر لوسیل میخواد عنوان قوی‌ترین آزمایش رو پس بگیره باید این بلند رو شکست بده. لوسیل از عصبانیت لبشو گاز گرفت و خندید. قبوله ولی اگه من ببرم ایزو باید 1 روز کامل پیش من باشه. ای شیطون. ایزو فوراً قبول میکنه. بعد لوسیل اضافه میکنه اگر 1 روز بمونم باید بذاری وقتی خوابیدی بغلت کنم. ایزو گفت این دیگه خیلی زیاده رویه. ایزو رفت سمت در و به دختر فاجعه هشدار داد. اگر این بار نجنگی واقعا میبیری و اگر به دست لوسیل بمیری ذره‌ای پشیمون نمیشم چون یعنی شکست خوردی. ضمن اینکه دخالت نمیکنم و نجاتت هم نمیدم. دختر گیج بود تا وقتی ایزو تنابی رو که اونها رو وصل کرده بود باز کرد. در با صدای بلند کوبیده شد و دختر از شوک تکون خورد. این همه بدبختی برای این دختر داشت. واقعا بیرحمی. او به در کوبید ولی ایزو اون طرف کاملا بی‌تفاوت بود. زیر لب گفت درسته. یک وارث واقعی پرسراد باید با آزمایشاش همینطوری رفتار کنه. بالاخره همه چیز برگشته روی روال عادی. رفت اتاق مانیتورینگ. چیز درباره حرفاش پرسید ولی ایزو فقط دستور داد لوسیل رو آزاد کن. موش با اینکه عصبانی بود دکمه رو زد. قفس بالا اومد و لوسیل کیشو قوس داد و گفت خیلی وقت بود نتونسته بودم درست حرکت کنم. اتاق پر از دوربین بود. لوسیل رو به یکی گفت خودت رو آماده کن. قراره یک نمایش باور نکردنی ببینی. چیز به ایزو یک بسته چیپس داد و گفت این یکی خیلی خوبه. ایزو غر زد که از اینکه همه چیز مزه پنیر میده خسته شده. موش ناراحت شد. گفت قبلا هیچ وقت اینقدر شکایت نمی‌کردی. بعد موش گفت اگر لوسیل واقعا بخواد بکشه قلاده فعال میشه و قدرت‌های دختر رو قطع میکنه. وقت شرط بندی بعدی بود. کی میبره؟ موش روی لوسیل شرط بست. اگر برد 1 هفته کنترل تلویزیون مال اونه. ایزو روی دختر فاجعه شرط بست چون اگر اون نبرد میمیره. داخل اتاق لوسیل گفت به درد کوبیدن رو بس کن. باز نمیشه. بعد با خودش گفت این دختر چشه؟ اصلا میل جنگ نداره. ولی قدرت‌هاش رو فعال کرد. مهم نیست.
وقتی تمومش کنم ایزو کامل مال من میشه. اوضاع خطرناک شد. لوسیل نزدیک میشد و دختر هیچ واکنشی نشان نمیداد. لوسیل دست دراز کرد که او رو به عنوان غذای بعدی جذب کنه. ولی ناگهان کسی بازوی لوسیل رو گرفت. بلوند کوچیک فاجعه بود. لوسیل نفهمید چطور این قدرت سریع حرکت رو داشت. دو پسر هیجان زده شدن. بالاخره وارد عمل شد. اما دختر فقط شروع کرد راه رفتن. لوسیل گیج شد. بعد دختر به در اشاره کرد و هر دو فهمیدن داره از لوسیل میخواد که کمکش کنه در رو بشکنه. شماره 0 از این درخواست مسخره عصبانی شد. اما دختر فقط لبخند زد و سرش رو تکون داد که نشون بده دقیقاً همینو میخواد. هیولا زد زیر خنده و کاملا دیوونه شد. رو به دوربین به ایزو گفت این ساخته آخر فقط یک احمقه. بازوی دختر رو گرفت و گفت راحت ترین راه بیرون رفتن رو بهت نشون میدم. سم لوسیل پخش شد. گفت ویروس طاعون سیاه تو رو خیلی زود تبدیل میکنه به یک توده استخونی. بلوند افتاد زمین و لوسیل خندید که شکست دادن آزمایش فاجعه خیلی راحت بود. بعد صورتش رو گرفت و گفت یادت باشه ایزوی کوچولو مال منه. روی پنل بدن دختر هشدارهای قرمز پر شده بود. ویروس با سرعت شدید پخش میشد و اندامها و جریانهای خون رو درگیر میکرد. ایزو گفت محاله، خونی که براش استفاده کردیم به هر نوع ویروس ایمنه، ولی دختر اونجا بود، شدیداً آلوده. لوسیل قهقه زد و گفت اصلاً سرگرم کننده نیست. چیز داد زد متوقفش کن، ولی ایزو گفت آروم باش. فقط 30% خون، 42% اندامها و 38% اعصاب آلوده شده. یعنی کشنده نیست. ایزو مطمئن بود وقتی دختر به لبه مرگ برسه قدرتاشو فرحال میکنه. اما لوسیل داشت روی سر دختر لگد میزد و مسخرش میکرد. آن انرژی انفجاریت کجاست؟ همون که برای باز کردن در کمک خاصی. چیز دوباره داد زد بس کن، چون ویروس به 70% بدنش رسیده بود. ایزو گفت قلب مکانیکی داره، پس قابل آلوده شدن نیست. ویروس هم هنوز به مغزش نرسیده. لوسیل گفت انگار اصلا به دختر اهمیت نمیدی. پس وقت تموم کردنش. ویروس شدیدتر شد. دختر شروع کرد به شناور شدن و لوسیل گفت حالا جذب رو شروع میکنم. گازی زد و گفت برای یک آزمایش ناقص طعمش بد هم نیست. بعد دندوناشو فرو کرد توی شکم دختر و گفت حالا جشن واقعی شروع میشه. چیز با اصرار گفت که داره قلاده رو فعال میکنه. 90% بدن دختر آسیب دیده. اما درست وقتی داشت دکمه رو میزد ایزو دستشو گرفت. موش گفت چیکار میکنی؟ ایزو گفت هنوز وقتش نرسیده. چیز گفت دیوونه شدی؟ جدی میخوای ببینی لوسیل آزمایش رو میخوره؟ ایزو سرشو تکون داد. خفه شو. تو موش احمقی هستی. چون فقط خوشگله برات مهم شده؟ با آزمایش‌های دیگه اینقدر درگیر نبودی. هدف واقعی خاندان پرسراد رو فراموش کردی؟ لوسیل و دختر فقط ابزارن برای جاه طلبی واقعی. اما یک صدای لرزون گفت مستر، یا همون استاد. درخواست از طرف دختر اومده. چیز شوکه شد. دختر حرف زد. پرسید تو بهش چیزی یاد دادی؟ ایزو گفت شاید. یک درس کوچولو شب قبل. کمی قبلتر وقتی دختر میخواست بره روی تختش، ایزو پرتش کرده بود پایین و گفت آزمایشان نباید با من بخوابن. ولی بعد نگاهش کرد و دید لرزان و غمگینه. پس گلو صاف کرد و آه کشید. اگر منو مستر صدا کنی استثنااً 30 دقیقه بهت اجازه میدم که اینجا بخوابی. آجی 30 دقیقه هم خیلی زیاده. تو داخل 30 ثانیه میتونی کارش تموم کنی. با اینکه تارهای صوتیش در گذشته بریده شده بود، بدن جدیدی که ایزو ساخته بود هیچ آسیبی نداشت. اما هرچی دختر تلاش میکرد هیچ صدایی بیرون نمیومد. اونجا ایزو حقیقت رو فهمید. دختر تارهای صوتی داشت ولی یادش رفته بود که چطور حرف بزنه. او خم شد و به او گفت که بعد از او تکرار کنه. حرکت‌های دهانش رو خیلی اقرارآمیز و آهسته انجام داد و کلمه رو شکل داد. مستر. دختر با دقت نگاه کرد ولی باز هم نتونست چیزی بگه. پسر بیرحم بود. با خودش فکر کرد چطور ممکنه کسی اینقدر کند باشه. دختر دوباره تلاش کرد اما فقط یک صدای خیلی ریز و جیرجیر مانند اومد بیرون. او صورتش رو پوشون و فهمید ظاهراً هیچ کاری از دستش بر نمیاد. رو برگردوند و گفت برو بخواب. ولی دختر وقتی برگشت زیر پتو باز هم بارها و بارها همون حرکت‌های دهانی رو تمرین می‌کرد. تا درست وقتی داشت خوابش می‌برد برای اولین بار آروم زمزمه کرد مستر. برگشتیم به نبرد. دختر داشت استادش رو صدا می‌زد. اما لوسیل پوزخند زد و گفت التماس‌هاش بیفایده است. او برای ایزو فقط یک شکست خورده و حالا وقت خورده شدنشه. اما همون لحظه قلاده لوسیل فعال شد
و او رو روی زمین انداخت. یک تخلیه حرارتی توی بدنش دوید و دیگر نتونست حرکت کنه. لوسیل ایزو رو صدا زد. واضح بود که او دکمه رو زده. ایزو خیلی خونسرد اعتراف کرد که چیز حق داشت. از دست دادن ایمپلنت ها یا همون چیزایی که به بدن اون دختر اضافه کردن خیلی کارو ریسکی میکنه. لوسیل پرسید یعنی فقط چون دختر گفت مستر دکمه رو زدی؟ او مسخره کرد. معلومه که نه. من هیچ وقت همچین کاری نمیکنم و گفت که میره این ابزار بی مصرف رو برگردونه. دختر فاجعه بی حرکت روی زمین مونده بود تا اینکه ناگهان یک نفر با شنل کلاهدار ظاهر شد. دختر سرش رو چرخوند و گفت مستر. ایزو فوراً قطعش کرد. دیگه اینو نگو. و با عقل گفت تو لیاقت نداری منو اینطوری صدا بزنی. او سرد بود ولی همزمان دختر رو بغل کرد و از اونجا بیرون برد. دختر هی تکرار میکرد مستر و او هی میگفت ساکت باش و آماده شو برای قرنطینه‌ات. وقتی از کنار لوسیل رد میشد، لوسیل پرسید چرا؟ در تمام آزمایش‌های قبلی او لوسیل رو به جنگ میفرستاد. وقتی لوسیل تا آستانه مرگ پیش میرفت هرگز دخالت نمیکرد. پس چرا این دختر رو نجات داد؟ دختری که از هر نظر، چه از نظر قدرت بدنی، چه توانایی رزمی، چه هوش، از لوسیل ضعیف‌تر بود. ایزو هم جوابش داد که دلیلش اینه که اون اندام‌های پیوندی زیادی داره و اگه بلعیده بشه ادامه آزمایش با مشکل مواجه میشه. لوسیل جواب داد که در این صورت مشکلی وجود نداره. در همین حین چیز داشت متریال‌های با کیفیت میخوند و با خودش فکر میکرد به ایزو بهتری نمایش‌های کوچیک رو کنار بذاره. در عین حال متوجه میشیم که ملکه سفید واقعا ویژگی‌های چشمگیری داره. بچه‌ها گنگ‌های اوریجینال میدونن ویژگی‌ها منظورم چیه ها، اما ناگهان اتفاق عجیبی افتاد. دمای تصویب شده لوسیل شروع کرد به پایین اومدن. آژیر به صدا درآمد و چیز با وحشت از جا پرید. ایزو داشت محل رو ترک میکرد که پیامی فوری از چیز دریافت کرد. فوراً از اونجا خارج شو. پسر ما پرسید چرا اینقدر ترسیدی و چیز هشدار داد که قلاده سرکوبگر لوسیل شکسته شده. خشکش زد و برگشت، اما دیگه دیر شده بود. او درست کنار او ایستاده بود. لوئیس آی کشید و گفت حیف شد. ای جوونی. اما این بار قلاده دیگه کار نمیکرد. به عنوان یک کیمیاگر خوب باید بدونه که ویروس‌ها گاهی با چیزی که در معرضشون قرار میگیره سازگار میشن. بیش از 1000 روز او بارها اثر اون را فعال کرده بود و در نهایت طی هفته آخر ویروس‌های طاعون در بدنش با سرما سازگار شدن و راهی برای مقاومت در برابرش پیدا کردن. ایزو سعی کرد خودش رو آروم کنه. اون نباید بیش از این تحریکش میکرد. پس به لوسیل گفت که او برده و قولش رو عملی خواهد کرد. اما لوسیل خندید و گفت دیگه گذروندن یک روز با من کافی نیست. اون نقابش رو برداشت و لوسیل با کنجکاوی به صورتش نگاه کرد. اوی بنازم. دستش رو روی صورت او گذاشت و ویروس شروع کرد به پخش شدن در سراسر بدنش. به دلایلی نامعلوم با اینکه این پسر در آستانه مرگ بود، صورتش داشت سرخ میشد. لوسیل با شادی مطلق گفت که بالاخره میتونم تمام فعالیت‌های سلولای بدن تو رو درک کنم. چیز که صفحه نمایش رو نگاه میکرد وحشت زده شده بود. اما لوسیل به او گفت آروم باش. او ویروس رو داخل بدنش گذاشته ولی هنوز غیر فعاله، چون نمیخواست به ایزوی کوچولوش آسیبی برسونه. ویروس به سمت دهانش حرکت کرد و ناگهان لوسیل چیز بسیار عجیبی دید. ویروس طاعون سیاه با چیزی برخورد کرد به نام فاجعه نهایی. در همون لحظه لوسیل به شدت خشمگین شد. او دقیقاً فهمیده بود چه اتفاقی افتاده. صورت دختر بلوند رو گرفت و با خشم پرسید چطور جرأت کردی عزیز منو ببوسی؟ میدونستی دروغ گفتن هیچ فایده‌ای نداره. او توانایی شناسایی در سطح سلولی رو داره. بار دیگه ویروسش به کل بدن فاجعه نهایی حمله کرد. او دختر رو بالا برد و اعلام کرد که این غیر قابل بخششه. او تک تک سلول‌های بدنش رو آلوده میکنه تا بدترین مرگ ممکن رو براش رقم بزنه. در حالی که فاجعه نهایی از در تقلم میکرد، ایزو هیچ ایده‌ای نداشت که چجور از این وضع خارج بشه. لوسیل کنترل کامل بدن و سلولاش رو داشت و در برابر هر نوع سلاحی هم مقاوم بود. قلاده یخ زدنده هم تنها راه حل بود و حالا بدون اون کاملا درمونده شده بود. ولی اون هنوز ماده خلا رو داشت، اما هنوز در مرحله آزمایشی بود و اگر از اون استفاده میکرد ممکن بود کل پایگاه نابود بشه. وقتی دید آزمایش عمرش در حال نابودیه با خودش فکر کرد هیچ راهی وجود نداره. در همون لحظه چیز گفت که میدونی بعد چی کار بکنی؟ بعد پرسید چی کار باید بکنم؟ بعد موش گفت که لوسیل وابستگی شدیدی به تو داره و این تنها راه متوقف کردنشه. در همین حال لوسیل زیر لب میگفت که نمیفهمه چرا نمیتونه وارد مغز قلب این دختر بشه، ولی بقیه بدن رو نابود خواهد کرد. در همین لحظه ایزو صداش میزنه. اون مبدل اسلایمش که همون تفنگش بود رو به سمت خودش گرفت و گفت این آخرین هشدار منه. هیولا با تمسخر گفت جدی به خاطر اون آشغال عوضی منو تهدید میکنی؟ بعد جواب داد اون دختر مهمی نیست، اما قطعاتی که من داخل بدنش پیوند زدم مهمن. بدون اونا نمیتونم دنیا رو تسخیر کنم یا شکوه خاردان پرسراز رو برگردونم. و این یعنی از بین رفتن تنها دلیل زندگی. او داخل دل خودش به مهارت بازیگری خودش آفرین میگفت و عجیب اینه که لوسیل هم موافق به نظر میرسید. ایزو شوکه شد که اون اینقدر راحت کوتاه اومده. شاید این واقعا راه کنترلش بود.
هر چقدر تحقیرآمیز. اما لوسیل همچنان فاجعه نهایی رو میبلید و گفت بعد از بلیدن کامل به او کمک خواهد کرد که دنیا رو تسخیر کند. ویروس به پخش شدن ادامه داد و ایزو فهمید چاره‌ای نداره جز استفاده از برگ برندش. پوزخند زد. گفت پس فقط وقت می‌خریدی آره؟ از اول نقشه‌ای داشتی. اما حقیقت این بود که این برگ برنده خیلی خجالت آور کننده بود و اصلا دوست نداشت از اون استفاده کنه. پس با تردید گفت اگه بذاری اون دختر زنده بمونه چند شب آینده بغل تو میخوابم. لوسیل فوراً خشکی زد. چشاش گرد شد و جلو اومد. واقعاً در ذهنش داشت سنا رو تجسم میکرد. آقا حلالت. ایزو از واکنشش فهمید که زیادی خیال بافی داره میکنه ها. پرسید قبوله؟ بعد لحظه‌ای فکر کرد و گفت شاید، فقط شاید بتونم اون آشغال رو ببخشم. اما 2 تا شرط داره. وقتی پرسید چه شرطایی؟ لبخند زد و گفت شرط اول او از قفس آزاد بشه و اون دختر برای همیشه جای اون زندانی بشه. ایزو میدونست که بعداً راهی برای مهار کردنش پیدا میکنه، پس فعلا قبول کرد. بعدش به شرط دوم رسید. شروع کرد ویروس رو بیرون کشیدن و به دختر دستور داد که بیدار بشه. بهش گفت خوب نگاه کن، قراره یه کاری بکنم. صورت ایزو رو گرفت و گفت از این عصبانیه که اون دختر لعنتی بوسه اولش رو دزدیده. ایزو میدونست که چیزی در راهه و سعی کرد توضیح ده که فاجعه نهایی اصلا این مفاهیم رو نمیدونه. اما دیگه دیر شده بود. لوسیل همراهش رو شروع کرد. فاجعه نهایی همه چیز رو میدید و فقط حس میکرد چرا سینه‌ش اینقدر داره درد میکنه. پسر ما نمیتونست آزاد بشه. آقا خوش به حالت که تو به آرزوت رسیدی. و لوسیل بیرحمانه حمله میکرد. اون زن لعنتی رو هل داد که اونم اصلا ولکن نبود و چیز زیر لب گفت که به عنوان دوست خوشحالم و شایدم همزمانم ناراحت. خودش هم دقیق نمیدونست چه حسی داره. صحنه عجیبی بود. شکنجه بالاخره تموم شد و لوسیل کاملا راضی ایستاد. بعدش گفت مثل قبل هنوزم همون خمیر دندون طعم اسطقدوس رو استفاده میکنی؟ ایزو با وحشت دهانش رو میشست. اما لوسیل فقط لبخند زده بود. فایده ای نداره، سلولام قبلا وارد بدنت شده. وقتی که روی زمین افتاد فاجعه نهایی همچنان اون درد عجیب رو حس میکرد. آقا درد عشق. اون نمیفهمید که چه خبره. در همین حال ویروس در خونش میچرخید تا اینکه گلبولهای قرمز ناگهان اون رو شناسایی کردند و به اون حمله کردند. ویسیل برگشت و دید دختر در یک لحظه پاکسازی شد. او گفت غیر ممکنه، اما قبل تموم کردن جملهش از گردن گرفته شد و به هوا بلند شد. دست دختر تغییر شکل داد. هر دو کیمیاگر فوراً شناختند. دست فرشته خاکسترین. فاجعه نهایی شروع کرد حرف زدن و گفت که از چیزی متنفره. دقیق مشخص نبود از چی، چون هنوز درست نمیتونه حرف بزنه. اما لوسیل داشت میسوخت. اینجا صحنه عوض میشه. مردی در وسط یک بیابون ویرون ایستاده و زیر لب میگه همه مایعات و سمومی که بهش داده بودم رو مصرف کرده. پس چرا هنوز بیهوش نشده؟ او حمله رو آماده کرد و به سمتش پرتاب کرد. مرد سرش رو پایین انداخت و گفت مهم نیست. کاچا از جزیره فرار کرده. همین کافیه. ولی ناگهان زنی بلندقد و با موهای بنفش ظاهر شد و گفت بدون اجازه من حق نداری خودتو قربونی کنی. یک سد انرژی ظاهر شد و حمله رو خنثی کرد. اون نامش رو صدا زد. زن صورتش رو گرفت و گفت از این به بعد دیگه حق نداری منو اینجوری رها کنی. بعدش جلو اومد تا ببوستش، اما به جاش یه لگدی به صورتش خورد. زن با سردی گفت صحنه بوسه پخش نمیشه. حوصله دیدن زبون چندشاورتو ندارم. حاجی ظاهرا همه اینا ضبط یه فیلم بوده. اگه گیج شدی منم به خدا اینجا گیج شدم. فقط من دارم الان داستانو میخونم. نمیدونم این دفعه چه اتفاقی افتاد. الان انگار مشخص شده که این ققنوس صحنه واقعی بوده و حتی بهش هم دارن صدف میدن که بخوره. همه اینا در شهر گوردن و در صحنه فیلمی داره اتفاق میفته که بازیگر اصلیش ملکه سفیده. همون ملکه سفیدی که همون چند دقیقه پیش گفتم اون چیز داره داخل مجله خیلی جالبش میخونه ها. ملکه سفید فقط قهرمان رتبه دوم شهر طلایی نبود. اون مشهورترین بازیگر جهانم بود. بازیگر بدبخت کنار او هم کاملا فلج شده بود و زنی کنارش عذرخواهی میکرد و میگفت تنها کسی بوده که پیدا کرده. اما ملکه سفید تمسخر میکرد و میگفت این مرد در حد کسی که واقعا دوست دارم نیست. حالتهای صورتش افتضاحه، بیروح و مصنوعی. ما اینجا کاپی نمیخوایم داداش، کاپی نه. دستیار با استرس گفت که میدونم به معیارای تو نمیرسه، اما بعد از تست گرفتن از بیش از 2000 نفر پولشون تقریبا تموم شده. ملکه شونه‌شو بالا انداخت و گفت مهم نیست. 200 میلیون از حساب من بردار. آقا مادر خرجا. در همین لحظه کسی با خبر فوری دوید جلوش. ملکه پرسید چی شده؟ حساب من رو دزدیدن؟ همه دقیقاً میدونستن کار چه کسیه. بعد زنی گزارش داد که مجرمان از یک دستگاه گازی استفاده میکردن. یک انسان معمولی و کسی شبیه یک موش. وقتی دستگاه رو نشون دادن ملکه سفید فوراً نمادش رو شناخت. زن نقابدار اضافه کرد که حتی هومر
افسر بسیار توانمند با سلاح ناشناخته‌ای به لجن تبدیل شد. اون میخواست پیشنهاد اعزام نیرو بده، اما ملکه سفید حرفش رو قطع کرد. هیچ کس دخالت نکنه. زن اعتراض کرد. به تنهایی غیر ممکنه. اون منطقه ناحیه اعدام قهرمان هاست. اما ملکه شروع به دگرگونی کرد. موهاش سفید شد، چشماش با نوری فراجهانی درخشید. قدم جلو گذاشت و گفت: ناحیه اعدام قهرمان‌ها برای من اهمیتی نداره و این مجرم‌ها به نظر میرسه جوابیو دارن که مدت‌ها دنبالشون بودن. او دستور داد همه چیز رو کنار بذارن و هر چه سریعتر اون مجرما رو ردیابی کنن. بازیگر صحنه مردد بود. پس با فیلم چیکار کنیم؟ ملکه سفید گفت: فعلا همه چیز رو لغو کنید. داشت میرفت که ناگهان ایستاد. نزدیک بود او رو فراموش کنم. به سمت بازیگر بدبخت رفت و پرسید: واقعا می‌خواستی منو بوس کنی؟ مرد منمن کنان خواست عذرخواهی کنه، اما ملکه یک قالب یخ عظیم احضار کرد و کرد تو دهنش. چند لحظه نگاش کرد که داره عذاب میکشه و بعد گفت: خوش شانسی که این بار دارم میبخشمت. و وقتی دور شد با سردی و بی‌احساس گفت: هیچکس در این دنیا حق نداره لبای منو لمس کنه. اینجا صحنه عوض میشه. سلی که روی زمین افتاده بود. نگاهی کوتاه به گذشته یک نفر انگار بوده. زنی با لحن سخت به دختر بچه‌ای گفت: تا وقتی که زمین رو کامل تمیز نکردی حق بازی کردن نداری. بچه عروسک خرس پشمالو رو بغل کرده بود. خرسی که عجیب شبیه همون عروسکی بود که فاجعه نهایی هم داشت. زن خرس رو از دست او کشید و زیر پا له کرد. دختر التماس کرد و گفت: خاله جون، تو رو خدا بس کن. اما سیلی خورد. کسی که انگار پدر ملکه سفید بود جلو اومد و اون زن رو گرفت و گفت که با اون اینطوری رفتار نکن. اما جیمه فقط یادآوری کرد: این من بودم که شما رو از توی خیابون جمع کردم و این من بودم که نذاشتم از گرسنگی بمیرید. پدر که اسمش میلور بود جوابی نداشت که ناگهان مردی پشت سر جیمن ظاهر شد و پرسید: این همون خانواده است که بچه‌شون میخواد بده تا سرباز بشه؟ جیمن لبخند زد و گفت: آره، و پیشکش ما این دختره. پدر وحشت کرد و داد زد: تو کی هستی؟ چرا بدون در زدن اومدی تو؟ مرد مرموز گفت: مینکوان برای وارد شدن به هیچ جا در این پادشاهی اجازه لازم نداره. پدر با شنیدن اون اسم جا خورد. رو به جیم کرد و گفت: تو داری چی کار میکنی؟ جیم جواب داد: معلومه، دارم یه خونه خوب برای این بچه جور میکنم. قرار بود دختر توسط اون سازمان برده بشه و از بچگی آموزش ببینه تا یک سرباز بشه. مرد یک قدم نزدیکتر اومد و پرسید: همینه؟ جیم گفت: گول ظاهرشو نخور، با اینکه کوچیکه ولی قویه. حتی میتونه 3 روز رو بدون غذا دووم بیاره. مرد با دقت نگاهش کرد. انگار از اراده توی چشماش خوشش اومده بود. اعلام کرد که این دختر رو با خودش میبره و همون لحظه داشت با اون میرفت. حالا فهمیدم. این انگار یه دونه بک استوری بوده از همون فاجعه نهایی، که یعنی بدونیم که چه داستانی پشت سر این کاراکتر بوده. انگار الان برگشتیم به زمان هار اگر خدا بخواد. این داخل اتاق بود و داشت تکیه از داستان رو نگاه میکرد. در همین حال کیمیاگرها داشتن یک خرگوش رو بررسی میکردن که به طور مرموز مقدار زیادی مو از ناحیه سینه‌اش میریخت و نمیفهمیدن که چرا. پرسیدن: آیا فاجعه حالش خوبه؟ جواب دادن: حداقل علائم حیاتیش پایداره. بعد اینجا یه فلش بک سریع به چند سال قبل میکنیم که میبینیم دختری داشت با هیلینگ ماجیک نیرو رو به رهبر سگ‌های دنیای زیرزمینی که به هانتینگ مستر معروف بود منتقل میکرد. مردی از داستان قبل که دوبرمن نام داشت خودش رو معرفی کرد. استاد شکار درباره ترور پرسید. دوبرمن چند اسم از متعادا رو گفت و توضیح داد که همشون کشته شدن. استاد شکار باورش نمیشد. چطور ممکنه این همه نفر نتونسته باشن خائن‌های دودمان لومان رو بکشن؟ دوبرمن گفت: همه مردن به جز یورکشایر. اون ناپدید شده. حاجی من نمیدونم، اینجا انگار اسم همشون سگن، اسم یه نوع سگن. من نمیدونم چرا اینجوری داستان، ولی حالا بریم ادامه داستان. استاد شکار کاملا به هم ریخت و لاغر و ناتوانم به نظر میرسید. حالا برمیگردیم به زمان حال. ایزو توی اتاق قدم میزد که ناگهان داد زد: یه ایده دارم. چیز غر زد: بس کن، اینقدر داد نزن. ایزو گفت: از این که بگم فاجعه نهایی خسته شدم، پس باید یه کد نیم داشته باشه. اسمشو میذاریم آلپنا. پرسید: آیا چیز کنجکاو نیست که بدون چرا این اسمو انتخاب کردم؟ و موش گفت: اصل مطلب رو بگو. ایزو یادش اومد که استادش یک بار گفته بود که آلپنا گل مورد علاقشه و نماد دختران جوانه، اما گفت که معنی پشت اسمش رو توضیح نمیدم. بعد اون دوتا جشن گرفتن. او رسما تبدیل شده بود به یک آزمایش فوق‌العاده خطرناک. ایزو گفت: بزرگترین مزیت او شخصیت آرام و ملایمشه، ولی بزرگترین مشکلش قدرت‌های بی‌ثبات کنندشه. مأموریت اول این بود که بفهمن او چطور بازوش رو فعال میکنه. بار اول وقتی بود که خوابیدن تنها در قفس میترسوندش. چیز فوراً گفت: راه حل واضحه، هر وقت میخواست کنار ایزو بخوابه فعالش میکنه.
ایزو این رو نادیده گرفت و گفت بار دوم وقتی بود که اون قوز کرده بود و دختر احتمالا فکر کرده بود که لوسیل به او حمله کرده. همون موقع بود که دختر توپ تبخیر فشار حرارتی رو فعال کرد. چیز پرید وسط و گفت از کی این اسم مسخره رو براش گذاشتی؟ ایزو با افتخار گفت از همون لحظه که لوسیل رو نابود کرد. به نظرم خیلی خفن بود. چیز شدیدا مخالفت کرد. ایزو گفت نکته جالب این حمله این بود که تقریبا به دمای خورشید رسیده بود و حتی ویروس طاعون سیاه را هم کاملا بخار کرده بود و گفت اگر لوسیل اون قلاده یخی نداشت قطعا میمرد. همون موقع لوسیل هنوز در ریکاوری بود و رنج میکشید که ناگهان شکم آلپنا قارقور کرد. ایزو برگشت و دید او واقعا گرسنه. دختر به خودش اشاره کرد و گفت گرسنه مستر. حاجی ظاهرا بی مقدمه حرف زدن رو یاد گرفته. چیز پرسید چرا تا حالا ندیده بوده ایزو به او غذا بده. ایزو گفت من فکر میکردم موجودی که قرار فاجعه نهایی رو بیاره به چیزی تبدیل میشه که اصلا نیاز به غذا نداره. ولی گفت نگران نباش، غذای بسیار مغذی و پر انرژی زیاد دارن. کمی بعد چیز با ناباوری گفت جدی اینو میخوای براش آماده کنی؟ ایزو با اعتماد به نفس گفت آره مگه نه عالیه آره. قرار بود یک اژدهای وحشی بیچاره که آروم خوابیده بود و تبدیل به غذا بکنن. اژدها بیدار شد که اسم اژدها همون برگی بود اگه یادتون میاد و پرسید اونجا چی کار میکنین؟ بعد یه دفعه دوستانه شد و گفت دلش میخواد از اون تجهیزات محدود کننده خلاص بشه. ایزو لبخند زد و گفت آره شانس جبرانو داری. اژدها خوشحال شد تا وقتی که ایزو جملهشو تموم کرد چون قرار وعده غذایی بعدی دختر بشی. صورت اژدها همون لحظه عوض شد. حاجی پشماش ریخت. چیز اعتراض کرد اژدهای استورملس تنها اژدهای واقعی که داریم، حیفه که اینجوری دورش بندازیم. ولی ایزو گفت نه، اگه آلپنا اونو بخوره احتمالاً یک فرم جدید باز میکنه. پس دستور داد که اونو بخور. آلپنا هم تکرار کرد. ناگهان روی شاخهای اژدها پرید. اژدها گریه میکرد و برای جونش داشت التماس میکرد و قسم میخورد که دیگه پیش رئیس هیچ حرف بدی نمیزنه. ولی پاسخ خیلی سردی شنید که گفت دیگه دیر شده. آلپنا آماده شده بود و شاخش رو گاز زد ولی معلوم بود فقط دهن خودش درد گرفت. بعدم به جای اون نودل فوری و آب جوش آوردن و همون رو می‌خواستن بخورن. 3 دقیقه بعد آلپنا با چشای براق نگاه می‌کرد. ایزو چاپستیکا رو آورد و پرسید دختر عجیب داره چیکار می‌کنه؟ اون بیخیال با دست غذا می‌خورد. ایزو گفت مراقب باش چون خیلی داغه. چیز فکر می‌کرد آیا واقعا چاپستیک بلد نیست یا فقط خیلی گرسنه نشه. دختر می‌خورد تا یه دفعه مکث کرد، گریهش گرفت و گفت خیلی خوشمزه. ایزو مثل همیشه بیرحمانه گفت به خاطر نودل فوری گریه نکن. خجالت آوره. ولی چیز فهمید احتمالاً در زندگی غذای خوب زیاد نخورده. ایزو گفت این مثل دوستشه که چون موش بود میومد اینجا پنیر میدزدید تا روزی که گیر افتاد و نزدیک بود تیر بخوره. چیز گفت خفه شو و گفت شنیده او تا 3 سالگی شیر گدایی میکرده. ایزو چاپستیک رو پرت کرد سمتش و گفت تقصیر مادرشه که گفته بود توی جعبه جادویی چیزی هست. اون دوتا دعوا کردن و همه چیز به هوا پرت میشد در حالی که آلپنا آروم و بی دردسر داشت غذاشو میخورد. ایزو به موش گفت دزد کثیف. ولی چیز گفت برای موش پنیر دزدیدن توهین نیست، یک تعریفه. بالاخره آلپنا غذاشو تموم کرد. کاسه رو پس داد و گفت خوشمزه بود. ایزو دهانشو پاک کرد و گفت عجیبه چطور فقط با همین غذا اینقدر کثیف کاری کردی. ولی شکمش هنوز قارقور میکرد. کمی بعد کوه نودل آماده شد و هنوز داشت میخورد. حداقل حالا چاپستیک رو یاد گرفته چجوری استفاده کنه. باز دهانشو پاک کرد و کاسه رو داد. ایزو گفت یکی دیگه آماده کنید. ولی چیز گفت متاسفانه اون آخری بود. 1 ساعت بعد ایزو درمانده بود و میگفت دور شو، این آخرین جعبه شکلات منه، رحم کن خواهش میکنم. خودش هم تعجب کرد چرا آلپنا با نودل عادی بود ولی با شکلات مثل هیولا داره رفتار میکنه. دختر شار دست و پا میخزید و با نگاه التماس آمیز میگفت بیشتر میخوام. ایزو راهی نداشت. ویفر رو باز کرد و شروع کرد به خوردنش. دهانش پر بود اما دختر اومد برای دزدی. بیچاره هیچ گزینه‌ای نداشت. بعد از مدتی او روی زمین افتاد. آقا و چه گلی میزنه دهن سرویس. ولی گرسنگیش تموم نشده بود. اون لحظه چیز ترسید. او جلوی قفسه پنیراش ایستاد تا با جانش دفاع کنه. این انبار مخفیش بود که سالها برای زحمت کشیده بود. آلپنا چنباده زده بود و شروع کرد بو کشیدن. فوراً فهمید پنیرا کجان. دستش رو روی زمین گذاشت و بازوی فرشته رو فعال کرد. وقتی موش بزرگ سرش بالا آورد، سقف داشت آب میشد. بعدش عقب پرید و جیغ زد که نابود شدیم. همون لحظه آلپنا شیرجه زد. وقتی بلند شد، چیز سلاشو به سمتش گرفت و هشدار داد دزدیدن شیرینیای ایزو یه چیزه ولی یه پنیرای مقدس منن. اما داخل 1 ثانیه آلپنا جلوی صورتش بود. با بازوی فرشته سلا رو لمس کرد و از دستش قاپید. اون حرارت دستای موشو میسوزوند. نمیتونست نگهش داره.
چشم به چرخون، سلاش کاملا آب شده بود و هیچ چیزی نبود. موش روی زمین افتاد و فهمید دیگه این پایانه. آلپنا اولین جعبه رو برداشت و شروع کرد به خوردن پنیرا. چند ثانیه بعد همه جعبه‌های خالی روی زمین بودن. موش روی زمین افتاده بود و میگفت این واقعا همون فاجعه نهاییه. در زندان هیولاها چشم آبیس از اژدها پرسید حالش خوبه یا نه، چون شنیده بوده قرار خوراک فاجعه بشه. ولی اژدها گفت که از اون نقشه منصرف شدن چون بدنش خیلی مقاومه. میخواست نشون بده که شاخش محکم‌ترین قسمت بدنشه که همون لحظه یه دفعه شاخش شکست. با ناامیدی جیغ زد و گفت که با شکوه‌ترین بخشش از بین رفت. کمی بعد فاجعه نهایی برگشت و دوباره در همون جایی که ساخته شده بود زندانی شد. ایزو گفت بعد از آزمایش‌های زیاد ثابت شده که او در برابر شیرینی مخصوصاً شکلات هیچ مقاومتی نداره و به محض چشیدن وارد جنون گرسنگی میشه و هیچ چیز زنده دیگه باقی نمیمونه. حتی بازوی فرشته رو هم به کار میبره. ایزو برگشت و پرسید چرا دوستش چیزی نمیگه؟ موش بزرگ داشت از دهنش کف میومد و گفت 400 تا قالب از گرونترین پنیرای دنیا رو خورد. کلکسیون وینتیج او بیشتر از 140 سال قدمت داشت. پس این آزمایش منحرف بعد شدیدترین مجازات رو بگیره. اره رو آماده کرد و گفت اول اون رو حداقل به 1200 تکه قطعه قطعه میکنه. ولی ایزو گفت نه، این هنوزم با نمکه. موش گفت چشمهاشو با یک دوتا مایع بسیار سمی میشوره. ایزو گفت هنوزم با نمکه. موش گفت باید توسط پشه مکنده مغز گاز گرفته بشه. ایزو گفت با نمکه. آخر سر موش گفت حداقل چند تا تو گوشی بعد بزنیم بهش یا نه. با اینکه ایزو میگفت با نمکه، توی دلش فکر کرد که واقعا باید تنبیه بشه، وگرنه دیگه هیچ غذای خوشمزه‌ای در این پایگاه نخواهد بود. بعدن ازش پرسید که آیا برای تنبیه بدنی آماده‌ای؟ بعد فکر می‌کرد تنبیه یک کیمیاگر بیرحم باید خیلی شیمیایی تر باشه. ولی به نظر چون ذهن بچگانه‌ای داره بهتر تنبیه هنوز درد داشته باشه. پس اولین ضربه رو زد و دختر بیچاره از درد جیغ کشید. آقا دمت گرم. او بیرحمانه میزد و میگفت این به خاطر اریس بودنته و خوردن همه شکلات‌ها و پنیراست. آقا دمت گرم، چه تنبیهی. بعد مدتی واقعا داشت دختر گریش میگرفت. ایزو به چیز گفت این کار باعث میشه که دیگه این کارا رو تکرار نکنه. موش هم قبول کرد. ولی گفت مشکل واقعی اینه که حالا دیگه در پایگاه چیز برای خوردن نداریم جز غذای آزمایشگاهی. چیکم شخصیت اصلی داشت قارقور میکرده گفت درسته ما هنوز شامم نخوردیم. با این حساب دوباره کتک خورد. بعد موش گفت یک مشکل بزرگ دیگه هم هست. وقتی اونا برن بیرون برای خرید یا هر کاری میخوان اون رو تنها توی پایگاه بذارن. ایزو گفت که غیر ممکنه چون وقتی اونا نباشن اون همه چیز رو نابود میکنه. ایزو به دختر بیچاره نگاه کرد و گفت چاره‌ای ندارم جز این که اون رو با خودمون ببریم. کمی بعد ایزو داشت جلیقه‌ش رو میپوشید و موش داشت کمربندش رو میبست. ایزو سگکش رو تنظیم کرد، شنرش رو انداخت، سمهاش رو جمع کرد و وقتش رسید که برن دنبال غذا شکار کنن. در همین حال آلپنا فقط وایساده بود و داشت به هر دو تایشون ظلم میزد. اونا بهش یاد دادن دستش رو بالا بیاره و چند تا خوز خفن بگیره تا دفعه بعد اگر همچی چیزی شد خیلی باحال به نظر بیاد. بعد ایزو دستور داد که ماتریکس تلپورتیشن فعال بشه. مقصدم بزنن بیکن دیستریکت. دایره تلپورت قولاسا بود و هر سه دقیقاً وسطش ایستادن. دختر دست ایزو رو گرفت و ایزو پیش خودش فکر کرد که چقدر عجیبه یا چقدر اخلاق و رفتارش نوسان داره. بعد چیز شروع کرد تا سه شمردن و چشمای دختر رو پوشوند. تلپورت فعال شد و یک دایره کیمیاگری توی بخش دیگه از شهر ظاهر شد و بعد قهرمان ما بیرون پرید. دستاشو باز کرد و گفت خوش اومدید به بهشت جرم و جنایت، شهر طلایی. اونا بالای فانوس دریایی شهر ایستاده بودن. یکی از 32 نقطه تلپورت. ایزو گفت از بین همه جاهای شهر این یکی هنوز هم محبوب ترینشه چون از بالا میتونه همه چیز رو ببینه. فاجعه نگاه کرد و تحت تاثیر قرار گرفت. موش گنده پرسید ما مستقیم میریم سراغ مگاستور؟ ولی پسر گفت فعلا اول میریم فروشگاه لباس چون دختر عجیب غریب الان به نظر میرسه. قرار بود از خیابون کمیلا پایین برن. اونجا قطعا یه چیز مناسب براش پیدا میکنیم. موش گفت اونجا فقط لباسای گرون قیمت داره. تازه پول بانکشون هم داره کم میشه. ایزو گفت دقیقاً به خاطر همینم هست. همزمان از این فرصت استفاده میکنیم برای شناسایی سرقت بردی. به دختر گفت دستم رو بگیر و همین که گرفت باهاش از فانوس دریای پرید پایین. وسط سقوط کیمیاگر جادوی ضد جاذبه رو فعال کرد. نماد روی گردنش درخشید و دختر کم کم چشمهاشو باز کرد و فهمید دارن شناور میشن.
پسر جلو میرفت و موش میگفت همین که فرود اومدیم حداقل یه هات داگ میخوریم. صحنه رفت به بخشی از شهر به اسم آمبرلت. وسط فواره یک مجسمه طلایی زن ایستاده بود. این دختر ما شیفته اون شده بود. ولی ایزو تعجب کرد که چرا موش برای خریدن یک هات داگ اینقدر طول داره میده. همین موقع یک پسر بچه جلوی ایزو ظاهر شد و گفت خواهر کوچیکش خیلی بالا رفته. ایزو خندید و گفت محاله، اون منطقه پر از گشت و نگهبانه. ولی بعد فهمید بچه گفته خواهر کوچیکش. بغلش رو نگاه کرد و دید بله، دختر داشت از پایین مجسمه بالا میرفت. ایزو داد زد فورا بیا پایین. ولی دختر رفت رو سر مجسمه نشست و برای مسترش دست تکون داد. همون طرف موش داشت با فروشنده هات داگ جر و بحث میکرد که 1000 بار من بهت گفتم که چیز ترشی داخل هات داگ هم نریز. گاز زد و جشن گرفت و گفت بالاخره طعم کامل رو پیدا کردم. بعد یاد ایزو افتاد و همون لحظه 2 تا پلیس رو دید که دارن رد میشن و دارن بالا رو نشون میدن. جمعیت دور مجسمه جمع شده بود. موش با خودش گفت چطور ممکنه فقط 10 ثانیه غیبی زده و این هم فاجعه رخ داده. پلیس با مگافون گفت مجسمه کملا خیلی مهمه و او باید فوراً بیاد پایین. ولی دختر فقط سرش رو تکون داد و گفت نه. موش میدونست بالا رفتن از اون مجسمه بدون مجوز توی شهر قهرمانا جرم سنگینیه. عینکش رو زد و گفت باید سریع عمل کنم. اولش تصمیم داشت فرار کنه و شریکاشو جا بذاره چون اینطوری یک تبهکار واقعی به حساب می اومد. اما ایزو یک فلش بنگ پرت کرد هوا. ترکید جلوی چشم مجسمه و همه دور و برش گیج شدن. خودش زیر لب گفت دیگه هیچ وقت این زن رو از آزمایشگاه بیرون نمیارم. بعد پلیسا یکی یکی توسط موش بزرگ زمینگیر شدن. با دمش چاقو رو میچرخوند. موش به ایزو گفت دختر رو بردار چون الان میخواد نقش قهرمان بازی کنه. ولی ایزو گفت من خیلی خوب دیدم که تو همین الان میخواستی تنهایی فرار کنی. یکی از پلیسا داشت به هوش میومد ولی همین که خواست وایسه به یونیفرم خودش گیر کرد و صورتش خورد زمین. ظاهرا این سه تا با برگ فرار کردن و الان جای دیگه از شهر بودن. ولی پسر خسته بود و گفت این برنامه‌ها یه روز همشون رو به کشتن میده. همون موقع یکی نزدیکشون گفت دستای کثیفتون رو بردارین از جلو فروشگاه من، دور شید. کارمند کنارش هم گفت میراث طلایی خیلی مهمه و نباید با آدم‌هایی مثل اونا آلوده بشه. ایزو از چیز پرسید با اینایی که به من الان دارن میگن کثیف بعد چیکار کنیم؟ موش فورا شروع کرد خودش رو لیسیدن و خیلی داشت حال میکرد. صاحب مغازه تهدید کرد که نه یک نفر رو پیدا میکنه که حال او دوتا رو جا بیاره. تا اینکه مشتی چیز چسبناک از آب دهنش در آورد و طرف وحشت کرد. بعد مشتی از پول هم در آورد ولی پولها به هم دیگه چسبیده بودن. و ایزو پرسید حالا چی کار کنیم چون پولای جریمه کثیف شدن و انگار همشون به هم دیگه چسبیدن. همین که طرف لحنش عوض شد گفت که این یه خورده توف کوچولو در برابر اینکه شما چه مشتریای خوبی هستید هیچ ارزشی نداره و با خوشحالی رفت پولها رو از هم دیگه جدا کنه. از داخل ایزو براش دست تکون داد و خداحافظی کرد. کمی بعد فروشنده پرسید یانگ مستر دنبال چه لباسی هستید؟ ایزو گفت برای خودش نیست، برای این دختره. فروشنده رفت سمت فاجعه و گفت این بانوی بسیار متشخص دنبال چی میگردن؟ دختر برگشت انگشتش رو کرد توی دماغ مانکن و خندید. فروشنده از زیباییش مبهوت شد و فکر کرد هرگز چنین کمالی ندیده بوده. بیرون خیلی متوجه نشده بود ولی الان میدید واقعا فرق داشت. بعد هم دید ایزو مثل رئیس داره بهش دستور میده و فکر کرد که این الهه بیچاره برده این آدمای عجیب شده. ایزو گفت عجله کن و بهترین لباسایی که داری رو بیار. قرار شد دونه دونه پرو کنن. زنها تعداد زیادی لباس آوردن و دختر رو فوری بردن داخل. در حالی که داد میزد مستر. ایزو فقط گفت کثیف کاری نکن و فقط لباساتو عوض کن. ایزو نشست. فروشنده براش چای آورد ولی گفت حالش رو نداره. موش کثیف رو صدا زد و گفت اون نوشابه رو که قایم کردی و بهم بده. چیز داد زد و گفت بس کن، این قور نزن، خودم دنبال یه کلاه خفن میگردم. 20 دقیقه گذشت و ایزو گفت چرا اینقدر طول کشیده؟ یکی از زنها کمک خواست و گفت لباس پوشوندن این دختر اصلا آسون نیست. وقتی پرده رو کنار زد دختر اونجا بود و میلرزید. ایزو گفت شلوغ نکن، من همین بیرونم. زنها ادامه دادن و دختر مداوم میگفت مستر. ایزو هر بار از بیرون میگفت من اینجام. بعد دختر بیرون اومد با یک پیرهن مجلسی قرمز تیره به قیمت 159,000 پوند طلا. ایزو توی دلش گفت واقعا بهش میاد. صاحب مغازه پرسید نظرش چیه؟ گفت این لباس خیلی خاصه. فروشنده گفت دوست دختر شما شایسته چنین چیزیه. ولی ایزو فوری گفت اون دوست دختر من نیست، خدمتکار منه. اگر دوباره اینو بگی زبونتو میبرم. فروشنده شوکه شد که این آدم برای خدمتکارش همچین چیزی میخره. پس حتما فوق العاده پول داره. ولی ایزو گفت که این لباس فقط به زور داره به استاندارداش میرسه و چیز بهتری بیارن. فروشنده گفت اصلا نگران نباشه چون که ثروتمندترین ها اینجا خرید میکنن. بعد دختر اومد با سیکرت بلوم
به قیمت 300,000 پوند طلا. ایزو گفت قشنگه ولی ابهت آنچنانی نداره، یکی دیگه برام بیار. بعد گلدن امپرر گاون رو واسش آوردن تا بپوشه که فقط قیمت ناچیز 340,000 پوند طلا رو داشت. هی قیمتا داشت بالاتر میرفت. ایزو یک لحظه لال شد و فروشنده مدام یانگ مستر صداش میکرد. فروشنده توضیح داد که این لباسا اصلا برای امپرس ها ساخته شدن، پس حتما به سلیقش میخوره. همون لحظه یک لیموزین به سبک بتمن جلوی فروشگاه ایستاد. کارکنانش فحش پهن کردن و صاحب مغازه عصبی شد و گفت مهمون امروز رو یادش رفته. با اون ستا گفت قایم بشید و ساکت بمونین وگرنه همه‌شون توی خطر جدی‌ان. در باز شد و یک دختر فریم به فریم داشت ظاهر میشد. لباس سنتی ژاپنی پوشیده بود و 2 هیولا همراهش بود. از خانواده هایگ که اسمش ری بود. ولی چیز عجیب این بود که حتی صندل هم نداشت و انگار فقیر به نظر می رسید. همین که پا گذاشت زمین برگشت و به آکنو گفت پاش سرده. زن دیو عذرخواهی کرد و گفت درستش میکنه. یک حمله آتشی آماده کرد و شعله از سمت فروشگاه فرستاد. در همین حال بقیه خدمتکاران هنوز داشتن فرش رو پهن میکردن. وقتی وارد شد فروشنده بهش گفت لکورا، حاجی من که الان فکر میکردم اسمش رنه، احتمالا حالا جلوتر معلوم میشه حالا اسمش چیه. بعد گفت شنیدم لباس گاتیک لوتیا درس اینجا فروخته میشه. چه اینجا بعد یه خورده انگلیسی صحبت کنم واسه اسامی چون که زیاد ترجمه خاصی نداره به فارسی. بعد گفت که اون میخواد لباس رو بمیره. پشت پرده اون سه تا یواشکی داشتن تماشا میکردن. چیز گفت با توجه به اسمش دختر از خانواده کوراه و این خیلی خطرناکه. ایزو میدونست این یکی از نجیب زاده ترین خانواده‌های شهره. فاجعه ساکت بود. چیزی که برای ایزو عجیب بود این بود که خانواده مثل این معمولا از گلدن دیستریکت اصلا خرید نمیکنن و بیرون نمیان. پس اینجا چیکار میکنه؟ فرش هنوز داشت پهن میشد که فروشنده گفت دنبالش بیاد جلوی چیزی که با پارچه پوشیده شده. گفت همون چیزیه که میخواد. ولی وقتی برگشت نگاه کرد دختر وایساده بود. فرش تموم شد و خدمتکارا عذرخواهی کردن. آکاتا فوراً فحش داد و گفت چطور جرأت کردی فرش طلایی کافی نیارین؟ اعلام کرد این اشتباه برای خدمتکارای خانواده کورا گناه سنگینیه و نمیدونه باهاشون چیکار کنه. فروشنده از ترس عرق میریخت. دو خدمتکار تیغه‌هاشون رو کشیدن بیرون و انگار میخواستن به رنج خودشون پایان بدن. ریغ زدن که قلبشون رو قربانی میخوان بکنن. اما قبل از اینکه هر کاری بکنن تیغه‌هاشون پوچ شد. خدمتکار دیگه‌ای به اسم شینکو تکنیک بخشش بودا رو فعال کرد. یکی از خدمتکارا تشکر کرد. ولی همون لحظه از پشت ضربه خورد و هر دوتاشون با درد نقش زمین شدن. همونجا بی حرکت افتادن و شینکو به دختر گفت با آرامش ادامه بده. برای بچه به نظر واقعا لازم بود این همه نمایش انجام بدن. دختر از روی بدن خدمتکارا رد شد، مثل اینکه سنگ پا هستن. چیز پرسید آیا همین نجیب زادا اینقدر متکبرن؟ ولی ایزو لبخند زد و گفت این یک فرصت خیلی عالیه. موش پرسید یعنی چی؟ ایزو گفت واضحه بهترین فرصت برای یک آدمربایی، کسی که باید توی منطقه طلایی باشه. موش گفت کشتن قهرمان‌ها از آدمربایی عضو خاندان‌های خیلی قدرتمند کم خطرتره. اما ایزو گفت این همون راهیه که باهاش شکوه خانواده پرسراد رو پس میگیره. چیز هنوز میترسید و گفت کل شهر رو خاندان‌های همین آدم‌ها ساختن، پس قطعا تا مرگ تعقیبشون میکنن. در همین حین رنه از روی خدمتکارها رد میشه تا رسید روبروی یک لباس. فروشنده گفت میخواد یک اثر هنری واقعی رو بهش نشون بده و پارچه رو کشید کنار. همون زمان ایزو داشت دوستش رو مسخره میکرد که بزدل شده که ناگهان هر دوتاشون جیغ شنیدن. لباس گاتیک لوتیکیا کاملا نابود شده بود. یا شاید طراحیش خیلی عجیب بود. فروشنده از شوک افتاد رو زمین و رنه داد زد آیا این واقعا همون لباسی بود که قیچی‌های جادویی برای آماده کردن اون استفاده شدن؟ کاتو تیغش رو کشید و شینکو اعلام کرد این بار حتی بودا هم نمیتونه نجاتشون بده. ایزو به چیز نگاه کرد و پرسید این کار تو بود؟ چیز عذرخواهی کرد و گفت فروشنده خیلی رو مخم بود، پس تصمیم گرفتم با یه چیز گرون یکم خوش بگذرونم. در همین حال آلپنا میخواست بگه که او هم میخواد ببینه چه خبره، ولی چون راه رفتن با پاشنه بلند و بلد نبود سر خورد و افتاد و ایزو رو هل داد جلو. و دقیقا همون لحظه رنه جلوی فروشنده بود و دستور میداد بگه که کار کی بوده و درست همون موقع قهرمان ما تلو تلو خورد و از اتاق پرید بیرون. صاحب مغازه همون لحظه مطمئن شد که کار اوه. حالا میدونی عجیبی چیه؟ که تا اینجا نگاه کردی و هنوز کانال رو ساب نکردی و لایک رو نزدی. آقا همین الان لایک رو بزن تا یادت نرفته که بریم سراغ بقیه داستان. اینجا چیز میدونست که هیچ راهی برای در رفتن از این یکی ندارن. ایکادینگو فوراً یقه ایزو رو گرفت و بلندش کرد و پرسید آیا این کار تو بوده؟ پسرک چیزی از آستینش بیرون آورد و بدون مکس اعتراف کرد آره کار من بوده. او از جوابش تعجب کرد و چیز نمیفهمید چرا اینقدر راحت اعتراف میکنه.
حتی صاحب مغازم گیج شده بود و زیر لب گفت دیگه هیچ راهی برای نجات یه دیوونه نیست. این گفت اصلا از طرز نگاه کردنش خوشش نمیاد و میخواست چشمشو در بیاره. اما رنه دستور داد متوقفش کنن. رنه اعلام کرد که اتفاقا اون لباس رو خیلی دوست داره. صاحب مغازه و موش شوکه شدن و خب با خودشون گفتن های دختری واقعا دیوونن. آکاتا اعتراض کرد پس این پسر لباس خانم رو خراب کرده بعد این انگشتش رو از دست بده. ولی رنه فقط پرسید لازمه دوباره خودم تکرار کنم؟ آکا فوراً اطاعت کرد. پسر رو رها کرد اما یک سیلی محکم به صورتش زد و گفت بهتر مؤدب باشه. وقتی آکنا کراواتش رو صاف میکرد ایزو در ذهنش فکر میکرد که فردا وقتی تیتر خبرها بنویسن این زن ربوده شده چقدر خفن میشه. فقط نمیدونست از نارنجک اژدها استفاده کنه یا نارنجک شکنجه. اما ناگهان رن لبخند زد و گفت من دقیقا میدونم تو کی هستی و چه نقشه‌ای داری. از لحظه‌ای که وارد فروشگاه شدم یه حس خطر وحشتناک احساس کردم. ایزو گیج و شوکه شده بود. چیزم تعجب کرد که آیا واقعا اینقدر سریع لو رفتن. رنه آروم قدم برداشت بدون اینکه از روی فرش پایین بیاد و جلوش ایستاد. بعد گفت مطمئن اون فقط یک کارآموزه و وقتی فهمید رنه قراره بیاد اینجا لباس رو دستکاری کرده و این نمایش رو راه انداخته تا توجه رو جلب کنه. رنه مطمئن بود همه این کارها برای اینه که او وارد خانواده کورا بشه. ایزو کاملا گیج شده بود و نمیفهمید دختر داره اصلا درباره چی صحبت میکنه. اما رنه ادامه داد شجاعتش رو تحسین میکنه که جونش رو به خطر انداخت فقط برای اینکه توجهش رو به دست بیاره. پس اگر زانو بزنه و پای اون رو ببوسه قبول میکنه که به عنوان خدمتکار بپذیرتش. آکا حسودی شد. نه از عصبانیت، از اینکه چنین فرصتی نصیب پسر شده بود. رنه هم داخل دلش فکر میکرد که وقتی که او خم بشه اگر زیادی مشتاق به نظر میرسه نمیدونم روی سرش لگد بزنم یا هولش بدم. ولی ایزو بینیشو گرفت و گفت من هیچ وقت پای کثیف تو رو نمیبوسم. چیز و صاحب مغازه خشکشون زد. آینگ نمیدونست سرش رو بکنه یا نه. ایزو مسخره کرد که برای کسی از اون خانواده پولدار عجیبی که حتی کفش هم ندارن. گفت محال چیزی اونقدر کثیف رو ببوسه. چیز وحشت کرده بود چون این دیوونه مدام آتیش دعوا رو داشت بیشتر میکرد. رنه خودش رو کنترل کرد ولی ناگهان شروع کرد گریه کردن و گفت من هر روز روی پام اسب میزنم که بدبو نباشن. دستشو بالا برد تا سیلی بزنه. ایزو داخل ذهنش آماده بود همین که دستش بخوره بهش نارنجک رو در میاره و پرت میکنه آدم ربایی شروع میکنه. اما قبل از اینکه اتفاق بیفته کسی پشت پرده بود و اومد جلو. آلپنا مچ رنه رو گرفت. چز شوکه شد نمیفهمید دختر چجوری اینقدر سریع حرکت کرد. در یک لحظه تیغه جلوی آلپنا ظاهر شد. آکا دستور داد دست کثیفش رو از رو خانم برداره. ایزو فهمید که حالا قضیه واقعا پیچیده داره میشه. فاجعه یا همون آلپنا ساکت ایستاده بود و رنه انگار داشت او رو با علاقه نگاه میکرد. به آکا گفت که سلاشو کنار بذاره. آقا پرسید چرا؟ رنه گفت مطمئنه که اون دختر به اون حمله نکرده بلکه داره از اون پسر محافظت میکنه. ایزو از خونسردی رنه تحت تاثیر قرار گرفت. بعد رنه گفت این دختر رو خیلی دوست داره و میخواد او رو با خودش ببره. آقا تعجب کرد چون یادش نمیاد رئیسش چنین سلیقه‌ای داشته باشه. صاحب مغازه هم کلا نمیفهمید امروز چه خبر هستن. رنه کم کم کلافه شد و فکر کرد این دو نفر خیلی گستاخ و متکبرن. در حالی که آلپنا هنوز اصلا نمیفهمید چه اتفاقی داره میفته. رنه گفت با توجه به لباس اون بلند معلومه که از اشرافه ولی وقتی رنه چیزی رو بخواد هرگز ولکن نیست. پس فقط قیمت رو میخواد. آلپنا هنوز گیج بود و اینجا ایزو وارد شد و گفت تو بعد قیمت رو تعیین کنی. رنه پرسید یعنی چی؟ ایزو دست کرد توی جیبش و اعلام کرد از همین لحظه تو توسط شماره 1 شرور شهر طلایی روبرو شدی. آنگ خواست شمشیرشو بکشه اما دیر شده بود. سم بنفش روی زمین پخش شده بود. شمشیرزن و خدمتکار فوراً بیحال شدند و در چشم به هم زدنی اون دختر ناپدید شد. زیر نور ماه رنه بیهوشه و چیز داره او رو میبره و میگه که از این به بعد شمارش معکوس مرگشون شروع شده. ایزون میگه اصلا مشکلی نیست. گازی که ساخته حافظه آدم‌ها رو از بین میبره و احتمالاً الان نگهبانا گیجن و حتی درست یادشون نمیاد که اونا چه شکلی بودن. رنه در پایگاه بیدار میشه. روی صندلی بستن و دهانش بسته است. ایزو میگه خوش اومدی به خطرناکترین پایگاه این شهر. خانه قدیمی خاندان افسانه‌ای پرسرات. آلپنا پشت سری ظاهر میشه و مثل شرورا میخنده. ایزو بهش میگه دوباره قایم شو و بدون اجازه ظاهر نشو. رنه با خونسردی میگه حتی بلد نیستین درست دهنمو ببندید. ایزو میگه دست و پاشو من بستم ولی او دهنه کار چیز بود. اما بعد شوکه میشه چون رنه کاملا آزاد شده بود. رنه آروم نشسته بود و چیپس میخورد. آلپنا میخواد خوراکی‌ها رو بدزده. ایزو اسلحه رو سمت سر رنه میگیره و میگه اینجا او گروگانه و بعد اطاعت کنه. رنه میگه چیزی در کیمیاگری از مجازات‌های خانواده کویا ترسناکتر نیست. بعد ایزو میگه اگر راست میگه یکیشو نام ببر. بعد رنه میگه مثلا یکیش اینه که یه قبر میکنن
و یه دونه پلیت فلزی میذارن بالاش و کم کم روی این پلیت چیزهایی رو اضافه میکنن. اولش ممکنه هیچی رو احساس نکنی، ولی بعد از مدتی اون سنگینیش تو رو له میکنه. یا مثلا یک روش دیگه که بهش میگفتن کلاه عذاب، که میومدن یه دونه کلاه استیلی خیلی داغ و میذاشتن رو سرت و تا جون داری عذاب میکشیدی. حاجی خونوادم از اون به نظرم پرسرات خیلی خطرناک‌ترن. این دیگه چیه من دارم اینجا میخونم؟ یا اسم یکی دیگه از ترسناک‌ترین روش‌هاشون لانه 12,000 پایه، که میان 12 تا چاله میکنن و داخل هر کدومش 1,000 پا میذارن و اون 1000 پایه میاد اونجا و داخل بدن تو تخم ریزی میکنه و از همونجا از داخل 1000 پا کم 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 تو رو میخورن. حاجی من دیگه نمیتونم اینا رو بخونم. اینا چیه من دارم ترجمه میکنم؟ بعد چیز میترسه و میپرسه که اگر فرضاً همین الان آزادش کنیم اون بلا سرش نمیاد. بعد ایزو میگه اصلا امکان نداره، ما آزادش نمیکنیم که. بعد رنه اضافه کرد که اونایی که گفتم من تازه ملایماش بوده، اگه کسی مثل من رو بدزدید بدتر از اینا میشه. چیز عملا از هم میپاشید، اما رنه میگفت نگران نباش، خودش کاری میکنه که خانواده‌اش تنبیهش نکنن. حتی نمیگه که رو بوده شده و کلی پول هم میده، به شرط یک چیز. شرطش اینه که میخوام به گروه اونا ملحق شم. میگه زندگیش در خانواده‌اش کسل کنندن، میخواد با اونها جرم کنه و تفریح کنه. همچنین کنجکاوه که چه کسی سلاحی ساخته که تونسته شینکو و آکا رو از کار بندازه و میخواد حامی مالیشون بشه. ایزو شک میکنه که حتما شرطهای بیشتری هم داره. رنه کارت رتبه بالاش رو جلوی صورتش میگیره و میگه بعد اطاعت کنن. ایزو قبول نمیکنه، اما چیز میپره وسط و میگه قبوله، چون پول لازم داریم. ایزو میگه من به عنوان رئیس خاندان پرسرات رد میکنم. ما صدقه و دستور کسی رو اصلا نمیپذیریم. ایزو دستور میده دوباره اونو ببندید و بعد درخواست پول میکنیم. اما رنه میگه این نوع آدمربایی هیچ پولی اصلا نداره، چون آبروی خانواده کویا مهمتر از هر فرد دیگه است. وقتی کسی رو بوده بشه عملا از خانواده حذف میشه و اونا مذاکره نمیکنن، فقط شکار میکنن و عبرت میسازن. بعد رنه نظرش رو عوض میکنه و میگه باشه پول میدم، ولی کمکم کنین یک نفر رو بکشم. بعد میگن کی؟ و میگه رئیس فعلی خاندان کویا، اینجورو. بعد رنه میگه آره همون منظورم پدر خودمه. ایزو میگه چون پدر خودش نیست دلیلی برای رد کردن نداره. رنه میخنده و میگه و حتی پدر خودش رو هم نمیشناسه. بعد رنه میگه که اگر تو واقعا بزرگترین تبهکار شهری، پس این بعد برات مثل یک آب خوردن باشه. بعد اینجا صحنه عوض میشه و اونا رو میبینین که دارن لابستر میشکنن و خودشون رو برای یک ضیافت بزرگ دارن آماده میکنن. بعد چیز میگه فکر میکردم این پسر ما درخواست دختر رو رد کنه، چی شد؟ ایزو جواب میده از من خواست پدر خودش رو بکشم، نه پدر خودم رو، پس دلیلی برای رد کردن ندارم. اون پسر میگه بس کن، چون که اصلا خودت پدر خودت رو نمیشناسی. ایزو جواب میده که مادرش یک بار گفته بود که وقتی که او کنترل خاندان پرسراد رو به دست بگیره و بر تمام شهر طلایی حاکم بشه، اون وقت حقیقت رو خودش خواهد فهمید. اون میخنده و میگه بانوشون همیشه عاشق راز نگه داشتن بوده. با این حال ایزو واقعا از سخاوت رنه شگفت زده شده. او 20 میلیون سکه داده که معادل غارت 10 تا بانکه. در همین حین در جای دیگه زرارا روی زمین افتادن و لباسایی که شبیه لباسای شیکو هستن هم اونجا دیده میشن. حتی کلاه بزرگش هم هست. الان دارن به ایکا آسیب میزنن. آقا این به عزیز دل من آسیب نزنید، این برای داستان نیازه، دست بهش نزنید. اونجا همون شنیک بیچارن. آقا اگه میخواین شنیکو بکشی عیبی نداره، این مرده، عیبی نداره بکشینش، هیچ اشکالی نداره.